خب به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف. امروز خواستیم کمی درباره سرقانون صحبت بکنیم. سوال امروز چنین است برای مردم که آیا شما از سرقانون تاجیکستان راضی هستید؟ خواهش میکنیم که بی‌طرف نباشه، ما رو دستگیری بکنیم. دستگیری شما برادرای عزیز پیشروی ما است. خواهش میکنیم برادرای عزیز نوار به یار و دوستاتون بفرستین. بگیم که سوال ما هم از مردم همین است که مردم آیا راضی هست که از سرقانون تاجیکستان مردم راضی هست یا که نه. همین چیزه، یگان چیز دیگر نه. به همین خاطر برادرای عزیز بگیم که ما امروز درباره لایک صحبت نمیکنیم که لایک بگذاره نگذاره نه. ما امروز سوال به مردم است. میخواهیم که از مردم پرسان بکنیم که آیا شما از سرقانون تاجیکستان راضی هستید که امروز سیم بگیم که زادروز یا که سیم باری تجاوز کردن سرقانون تاجیکستان از دست خانواده امامعلی رحمانوف است. به همین خاطر برادر عزیز لینک ما گذاشتیم. بگیم که میتونه که فکر نظرهاتونه کسانی که ما را میبینه برادر عزیز شما میتونه که در کامنت ها نوشته بکنین که شما آیا راضی هستید از سرقانون تاجیکستان امروزه یا که نه. سوال برای مردم است. کدام سال 94 قبول داره 2016 یا که کدامش قبول داره؟ به همین خاطر برادر عزیز بی‌طرف نباشه، فکر نظرهاتونه بگیم که نوشته بکنیم. خب سال 99 سال 2003 سال 2016 سه بار این سرقانون تاجیکستان رحمانوف بگیم که پایمال کرد، قانون شکنی کرد. قانون بگیم با تعبیدیل خودش تاب داد که تا امروزه داره رحمانوف بگیم که در سر قدرت است. به همین خاطر از سرقانون راضی نیستیم. برادرای عزیز بنویسه. به حد خوب میشود که نفرایی که داره شما ما را تماشا میکنه برادرای عزیز لااقل کسانی که نمیتونه صحبت کرده اما یک بار هم نظر تا بنویسی خوبتر میشه که مثال ما میفهمیم که مردم چند قایی مردمی ما راضی هست از رحمانوف چند قش راضی نیست. همین چیزه. موضوع امروزه ما هم همین است که من میخوام بفهمم از بیننده هایی که امروز دارن مردم ما را مخالفین تماشا میکنن بفهمیم که تا چند قدر رحمانوف بگیم که به همه قانون های غیر انسانیش قبول داره یا که چند قدر انسان قبولش نداره. این هم چیزا میخوایم دیگه، یکان چیز دیگر نه. خب برادرای عزیز خواهش میکنیم که اما رحمانوف هم باشه دشنام نتی. ما نمیتونیم رحمانوف به دشنام یگان کار کرده باور بکنیم. ما اگر اینجا بشینیم حال یعنی دشنام بکنیم بگردیم رحمانوف نمیره و سر قدرت. برای رحمانوف سر قدرت بردن باید مردم سرجم بشه و باید دستی همدیگر رو بگیریم بگیم که بریم رحمانوف یک طرفه کنیم. غیر صورت دیگه بانه را اینا اوجه سر کردن در تاجیکستان که دیگر کمک بگیم به مخالفین دیگر دوران مردم میبرن زندان میکنن. تو دنامد اگر کارتای زبیربانک روسیه را هم داشته باشی تو انتظار باش که ترا میان زندان میکنن. اینا میسازن اما چی میان میگن تو فلان روز فلان ساعت همین کارا کردی. در کزت بیارن برای تو نشان میتین. به همین خاطر بگیم که برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، فکر نظرهاتون بنویسه. کسانی که میخوان که صحبت بکنن لینک در زیر نوار گذاشته
در کامنت هم بگیم که ما گذاشتیم، در کامنت هم ما بله. خب ذکر کردگی در کامنتر یارم شما وقتی اگر وقتی که وارد میشه در یوتیوب میبینه کامنت ها اگر دروی شما بگیم که همونجا زرد قدی درخشان تیوی نویستگی همونجا لینک گذاشتگی شما میتونید که طریق همون لینک وارد استودیو شای فکر نظراتون درباره سرقانون بگین. سوال همین است که آیا شما راضی هستید از سرقانونی تجاوز کرده رحمانوف 3 بار میشوه که سرقانون ایواز میکنه به منفعت خودش به منفعت اویلش. ما اگر صدا بلند بکنیم ما ناراضگی بیان کنیم ما برای رحمانوف هستیم اکستریمیست یا که تروریست. در دیگر دولت‌های ابوالقدرت پیشرفت نفرهایی که میبروین بگیم که تنقید حکومت میکنن یا که مینوس های حکومت میگن او انسانان نه زندانی میشوند نه هیچی بگیم که در حکومت زندگی دارن. ما چی؟ ما مردم مخالف. شما یک مخالف پیدا بکنه که در داخل تاجیکستان ضد رحمانوف به مثل ژیرینوفسکی به مثل دیگر دپوتات هایی که شما میشناسه همه صحبت کردگی باشن. در پارلمان ما همین با نزدیکی 30 و چند نفر بودن بگیم که همش در رستم امام علی بگیم همین تا آواز دادن. یگانتش زید نبود. اونا برای چی در اونجا یگانتش نمیخواه که رئیس جمهور باشه، اونا نمیخوان که یگانتش یگان رئیس شهر باشن یگان چیز. اینا تنها اوکی میگن خلاص. اینا مردمی نیستن، اینا را یگان نفر انتخاب کردگی نیست. باور بکنید شما من خوبتر میشناسه همون نفرهایی که امروز بگیم که در پارلمان تاجیکستان شدگن اینام ملت بگیم که استفاده برده در همونجا ایستادیم. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه. تنها سوال همین است. نوارا بیار دوستاتون بفرسته برادرای عزیز، در کامنت فعال باشه خلاص. لایک برادرای عزیز کسانی که برنامه ما مخلص من دیگه برای لایک چیزی نمیگم. برای که انصاف و توفیق همون انسان ها چند خیلی باشم بگیم که بخواهند میمونن نخواهند زنچید محقل نیستن. یگان گپ نیست. به همین خاطر درباره لایک هم که رحمانوف بعد همه این کارهایش که این قانونی که برآورد برای لایک مردم برده زندان کردن چند هزار آدم ای رحمانو به همین استاتیاهای بگیم که لایک موندن و پدیلیت کردن برده زندانی کردگی بود. وقتی این قانونهای بین میبری سوال میاد که حال او انسانهایی که در زندانهای تاجیکستان بگیم جزای ادای جزا دارن چی کار میکنن؟ چی کار باید بکنه حکومت؟ اونا را عفو میکنه یا که اونها میستن؟ چی با درباره این چیز روشنی نمیاندازه حکومت؟ وقتی شما یک قانون قبول میکنی باید همه پهلوش نگاه کرد. شما هدفتون جوانها را برده زندان کردن است. ما که نگفتیم یگان نفر تاجیکستان که بیاید تیر کمون میگیریم و بگیم که میریم قطعی رحمانوف میجنگیم. بیاره یک نوار یا که یک نمیدونم یگان چیزی که ما گفته باشیم که ما میریم جنگ میکنیم. نه، رحمانوف برجدی بره خلاص. یگان چیز دیگر نیست. یک نفر دیگر بگذار منم قبول نکنم مردم دیگر نفر انتخاب بکنم. ما میخوایم در تاجیکستان دیگرگونی باشه. ما این چیزا میخوایم. نه که شما باشد یا اویله اومده تاجیکستان ضبط کرده گرفته قطعی چند تا خسر بچه تو چند تا داماد ها بگیم که شما برای شما دموکراسی برای شما دخل ناپذیر شما همه چی هستی. در یک دولت دموکراتی غیر قانونی است که رئیس جمهورش بگیم که دخل ناپذیر باشه. در ما حیوان ها دخل ناپذیرن. اونا در قانون رب نداره برای اونها. برای که اونا حیوانن. اگر رحمانوف چه ای جمله بگیم حیوان ها میگیره من زید نیستم. بگذار که
дахлнопазир бошад. дамо дахлнопазир танҳо ҳайвонҳоанд. раҳмонов сахтат нарасад. дахлнопазир танҳо ҳайвон мешавад. инсонҳо дахлнопазир бояд набошанд. хеле гап нест ки як нафар биёяд дахлнопазир шавад, пешво бишавад, ё ки як наворта тамошо кардем, шумо не т дар як суханронӣ гуфтӣ ки дар китоби ман навистагиай. т амраи ман вора як китоб хондагӣ нести Раҳмонов. бовар бикун. одаме ки китоб хондагиай, намедонам 100 чанда китоб ту навиштай ба гуфти худат, او آدمی که نوشتگی کتاب و آدمی کتابخانه طرز سخنرانیش قشلاقیگی نیست یا که نمیدونم کوچگیگی نیست که او انسان هم خیلی صحبت بکنه. باور بکنه این انسان یک کتاب خواندگی نیست، نوشتنش یک طرف بسته. پراست میاد چند انسان ها می نویسن، در پایینش چی می نویسن؟ ای رحمانوف. تمام. باور که پلاکت ها را نگاه میکنه، جوان آینده ملتن، پایینش امامعلی رحمانوف. درخشانی سرسبزی تاجیکستان امامعلی رحمانوف. دیگه ما نداریم یگان قهرمان در تاجیکستان که شعرهای اونها نوشته بشوانه، بگیم که نفرها بگیم همون شاعرها و یا که قهرمانهای ما را یاد بکنن. در لبوی پلاکت میره صورت رحمانوف یک چیز نوشته در پایینش امامعلی رحمانوف. آیا امامعلی رحمانوف یگان سواد کافی نداره که خیلی چیزها را بنویسه؟ سرش این ورق غوچ کنه، باور بکنه که دیگه وای وای کرده میگرده، دیگه یگان گپاش دیگه بگیم که کلاپایی میخوره. به همین خاطر باید ما مردم امروز به موضوع درباره سرقانون من زیاده میخوام درباره چخرتر بریم. خب اینا که چند بار میگیم که برادرای عزیز خواهش میکنیم، خواهش من کو با یگان من میخوام که زندگی شما خوب باشه. باور بکنید من از زندگیم درسته. پس من میخوام که شما مردمی که تاجیک مهاجر در وطن بی وطن ها در بیرون تاجیکستان زندگی داره، شما بگیم که حق و حقوق زندگی انسانی داشته باشه. من این چیزا میخوام، یگان چیز دیگه زیادی نمیخوام. چیزی که من میخوام هر یک آدمی شما هم چیزا میخواهید. به همین خاطر خواهش میکنیم که گپای قبیح دشنام ای چیز خودداری بکنید برادر عزیز. ما نباید که دش رحمانوف ایکو بگیم یک خائن ملت است، یک وطن فروش، یک دیکتاتور است. باید ما همون دشنام نکنیم. میگه زنده باد امامعلی رحمان پیشوای تاجیکان جهان. بیا و نگی. یگان مشکلی نداره. شما طرفدار رحمانوف هم حق داره که برای بگیم که صحبت بکنه، تعریف بکنه رحمانوف. این حق شما هم داره. من یگان نفر من بینم که طرفدار رحمانوف اینجا دارن زیادن، بگیم که خیلی دیگه میگیم آقا طرفدار رحمانوف زور بودین. این حکومت برای شما هم خیلی که برنامه ها نمیسازه که شما برای فکر نظرهاتون بگید. این گپا تنها برای همو لگن بردارا و دساوگیرکا و چاپلوس ها. ما برای شما فضا را آزاد گذاشتیم که شما بیای رحمانوف تعریف بکنید. مرحمت. حکومت برای شما را هم خیلی غمخوار نیست. شما را بگیم که یک برنامه برای شما نمیگذارن که شما برای آزادانه سخن بکنید. کسانی که طرفدار رحمانوف هسته خواهش میکنم که برادرای عزیز به دشنام به تحقیر حق داره که بیای رحمانوف نیم ساعت حق داره که بیاین امجدا رحمانوف فقط تعریف بکنیم. من خاموش نیستم. یک دو سوالات میکنم، سوال جواب میگیرم، نیم ساعت گپ زدم. یگان مشکلی نیست. باور بکنید. به همین خاطر برادرای عزیز همین است که دستگیری فراموش نکنید. دستگیری شما کمین نوشتن است. به ما امروزه بگیم که نوارا بیار دوستاتون
بفرسته. навора ба ёру дӯстотон бифиристед, бародари азиз. хоб инҷа кӣ буд? хоб мега ки алмази тухелизоида нигоҳ кине ки шумо нами гурдӣ мурдӣ чинум доред. Шумо мардак бишен, бироед инҷа суҳбат бикунем. Мебироед як чизое менависед ки хара ханда мегира биза бозӣ. мардак бишен, онҷа биёед суҳбат бикунем. Линк дар зери навора ё ки дар коммент вақте медироед закрепит кардаги. Шумо метавонед ки вориди студио бишен, ба чеҳра бечеҳра вообще фарқ надорад. ё фикри назарта бигӯ. ихе не ки дар коммент бишинед шумо то ага не ман акса намефаҳмам. ман дар оилаи мусалмон таваллуд шудагиам. ранги шумо не ки зиёдта чоплусо ҳамон одамое ки мебироед гарини мелесед ку, значит шумо очоатон левак мераванд ки баъд мардума мебироед иттиҳом мекунед ба намедонам ҳаромию намедонам ҳазор чизи дигар. ин ба филм ки кадимая шикамрав шудагиай бисёри баъду хеле караста. бира дам биги ягонҷо ҳолни биро бира як чизе бинависед ки ҳамун лоақал хитона бифора. бовар бикунеда. имрӯз мавзӯъро гузоштем, бародарои азиз, оё шумо аз сарқонуни Тоҷикистон розӣ ҳастед ё ки не? бинависед ҳо ё не. халос. касоне ки мехоҳанд суҳбат бикунанд вориди студио бишед, бародарои азиз, бигем ки фикри назарҳотонро бигӯед. халос. мо он қадар зиёд намерем ки як нафар бигем зиёд суҳбат бикуна. не. ҳо ё не. халос. камтарак шаҳр бите ва бихоҳӣ. нахоҳӣ ман розӣ нестам. халос. ина розӣ набудагиҳош не не гуфта нависта шуданд. хоҳиш мекунем ки бетараф набоше. бигем ки бинависе фикри назарҳотонро. фикри назарҳои шумо барои мо муҳиме ки ман мехоҳам ки бифаҳмам ки тарафдорои Раҳмонов доранд зиёданд имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки тарафдорои мухолифин. ягон чизи дигар нест. ба ҳамин хотир бародарои азиз бигем ки бетараф набоше, моро дастгирӣ бикунед. бародарои азиз, ихтиёрия лайка касе мехоҳад мегузорад. ман дигар бовар ки шарм мекунам бигӯм ки лайк бигузоред. бовар бикунеда. писандай бародари азиз барнома лайка биҷи. писандед нестай? тамом. ягон гап нест. хоб хоб як дақиқа. мавзӯъ хос дар бораи сарқонун аст. бародарои азиз, тамошо бикунед ки ҳукумати мо бигем ки чӣ кор кардак. хоб
соли 99 соли 2003 2016 سه بار سرقانون تاجیکستان رحمانوف به منفیت اویله خودش تغییر ایلوه کرد. خیلی که خواست همون قانون تغییر کرد، یک نفر صدا بلند نکرد. ما امروز داریم ناراضگی بیان داریم که ما نمیخواهیم که من کنستیتوسیای سرقانون تاجیکستان سالی 94 قبول دارم. 6 نوامبر 94 سال سرقانون تاجیکستان طریق مردم رایپرسی شدگی بود. انا سرقانون من قبول دارم. دیگه که سه بار دیگه که رحمانوف کرد نو تجاوز کرد این سرقانون سه همین سرقانون قبول ندارم. برای که سه بار ایچزا برای خودش برای اویله خودش بگیم که تغییر ایلاوه کرد، کاری کرد که فرزند چه بگیم ای همو وقتی که اومد دیگه بگیم که خواست که تاجیکستان اولادی بکنه، بگیم که همه قانون ها رو همه برو بگیم دیگر امروز نتیجهش این همینه که میوه رستم بشوه. به غیر رستم همون کسی دیگه حق نداره که بگیم که رئیس جمهور بشوه. رستم دارن امروز مسکو روی میکنن، امریکاش روی میکنن، تای پاپاش دارن گنگکه. انا بگیم که آدمش کردنی آوردنی، بگیم که رئیس جمهورش موندنی. و همین خاطر شما برادرای عزیز هر یک قدمی ما حق رئیس جمهوری داریم. زیاد ما بچه‌های هستند که با سوادهای دیپلمات که میتوانند که ده چند از رستم امامعلی خوبتر بگیم که تاجیکستان اداره بکنن، یا که رئیس شهر باشن، رئیس ولایت باشن، نمیدونم پسال در خارجه باشن. هستن خیلی نفرها نکی متاسفانه امروز خاموشن. نمیدونم من خاموشی را اختیار کردگیان، بگیم بی‌طرفی اختیار کردگیان. بی‌طرف نباشه برادر عزیز. باید ما کاری بکنیم که برای مردممون زندگی آسان بیاریم. باید کاری بکنیم که رحمانوف براوه و یک نفر بیایه که بگیم که مشکلی مهاجران ای روسیه خلاص بشه، یا که بگیم که یک کارخانه در تاجیکستان ساختن در کار که مردم ما بگیم زیاد بر مهاجرت نروند. یک قانون باشه که همه در نزد قانون یک باشه، یگان نفر دخل ناپذیر به مثل امامعلی رحمانوف یا که اولادهای اونها نباشه. نگاه بکنید که نبیره‌ها فرزندهای اینها بر ماشین‌ها نفرها را میزنن، بگیم که 120 تومان جریمه میشوند و بگیم 4 نفر او طرف مردگیه. 4 نفر را میکشن 120 تومان اینا را جریمه میکنن. باور بکنید 4 آدم او پرای میره 120 تومان طرف. ما یگان نفر را نکشتیم، مخالفین شما تماشا بکنید که پژیز نیز زندانه. یک حیات. سید عمر حسینی، محمد علی حید پژیز نیز زندانه. یگان نفر را نکشتن، تنها میخواستن که یک دولتی قانونی باشه. همه چیزا میخواستن خلاص. نه یراق گرفتگی بدن، نمیدونم تیر توپ یگان چی. ما امروز صدا بلند میکنیم 20 سال تا 30 سال زندانی میشیم. باید مخالف به مثل آینه باید باشه. مخالف باید آینه باید دید. حکومت باید مخالفش آینه ببینه که کمبودی ها را وقتی میگن باید اصلاح بکنی. اصلاح نمیکنی یک طرف به اون انسان ها بیان بگیم که درست بکنن همون کاره. انا در مو اگر رحمانوف یگان چی بگو یا که امروز روز 22 مای است، روز تجاوز کردگی بگیم سرقانون تاجیکستان، به همین خاطر بگیم که
ما امروز یک برنامه کردیم خواستیم که فکر نظری مردم هم بگیریم. خب اینجا یک دو تا جمشید اومده است. خب سلام علیکم. سلام علیکم. خب نیست. خب جمشید با فیلم که اجازه دادگی نیست، خیلی که قبول کردیم که قبول نکردن. خب به طرف نباشه برادرای عزیز، بگیم که فکر نظرهاتون رو بنویسید. نگاه میکنم در کامنت یگان نفر نمی نویسه که آیا از بگیم که سرقانون راضی هستن، میخواه که همین سرقانون باشه یا که نمیخواه که سرقانون نباشه. مثلا همین چیزا من میخواستم که شما در زیر نوار بنویسید برادرای عزیز، کسانی که نمیتونه وارد استودیو شده. خب بازم یه بار دیگه جمشید. خب بفرمایید. سلام علیکم. خیلی جمشیده که جواب نمیزنه. خب جمشید روشن بود. تجه که دتا جمشید اومد در استودیو، به همین خاطر گفتیم که دتا. خب برادران عزیز باز هم میگم که ما موضوع درباره سرقانون خواهش میکنیم کسانی که میخوان بیان فکر نظرش بگن، مرحمت بیای فکر نظرهاتون رو بگین، تنها به دشنام به تحقیر. خب باز هم یه بار دیگه بیا کو. این بفیرم که کدوم زدگی مستی هش نداره. خب خب کی بود اینجا؟ برادران گرامی خواهش میکنیم که به طرف نباشه در برنامه، بگیم که فکر نظرهاتون رو بنویسین در زیر کامنت، یا که بگیم که نوار بیار دوستاتون بفرسته که اونا بتونن تماشا کرده. خب خب بازم یه بار دیگه جمشید بفرمایید. الو. بله بله سلام علیکم. علیکم سلام. بله بفرمایید. آیا شما راضی هستید سرقانون جمهوری تاجیکستان؟ نه یگان майдане یگان процент روزی نیستم برادر. همین قبل برادر عزیز، همین سوال همین است که شما راضی هستید از سرقانون امروزه؟ برای که رحمانوف 3 بار سال 99 سال 2003 همینا رو گرفت، بگیم که سرقانون 3 بار عوض کرد. به همین خاطر سوال همین بود از مردم هم که مردم راضی است با همین سرقانونی که امروزه تاجیکستان، برای که این وقت بگیم که سالی 1993 روزی نبودم و تو زیرا نیستم. 32 سال شد. خب هم وقتش روزی نبودم. چیکار کنیم برادر عزیز که بگیم که یک حکومت بسازیم؟ چیکار بکنیم؟ اینم سوال.
چیکار بکنیم که همین سرخانه ایواز بکنیم؟ ҳазор раҳмат. ин ҳамин ҷамъшудое ки овардин олмон, ҳамин ҷамъшуда ки овард? Ин ҳамин ҷамъшудоро бояд нест кардан дар кораи байн. Тамом, ҳамаш хуб мешавад иншоалло. уже нест шидагиам, бародари азиз, дар ҳисоби нест. ҳамон инсон дар ҳисоби нестад. охе ҳаму байнтон да ҳаму кирми лоихрак бори гаштисай паданғалат. دیگه در بین یگان جو نیست بچه خیش. نه دیگه در بین مردم، نه در بین لای دیگه. خیلی چکار کردن در کار گپ نیست. بگذار باید همه سرجم شوه. خیلی نگه که من گروه 24م ایس اونو الو بله ایس گروه 24ش نبود. حسین حقیقتی حسن حسین همش نبرویا. ایس دیگروش نبرویان. اونو جا بود 3-4 گروه شدن. امیره نمیشه یک جا کنن همو پونی هم یک удar بزنن паданати Рамонов чапа کنن بعد اوسن شوسن میشه آخی. الو بله ما باوری دارم برادر که اگر همین گروه ها همش یک جای شوند انشالله که بخدا و همین کنکرت همین Рамонов چپا میکنن. همش یک جای شوند یک مشت شوند. چه خیش میبرم میگم ما گروه 24 مش میبرم میگم ما برای یک جای شدن انشالله روز ساعتش میوه مردم یک جا میشن. ولی تنها همون روز ناومده برادری عزیز. منم خواستم که همه اینا رو یک جمع بکنم، یک کار بکنم، نه که متاسفانه آفتاب و مهتاب یک کرده نمیشه. هیچ وقت یک منی قیامت برپا میوه. و همین خاطر حاضی وقتی بگیم یک جای شدن مخالفان نیست. همین خیلی خوبه. اگر یک جا بشین با کار با رنگ دیگه میگیره، مثال انقلاب تیزتر میشه. راست مردم این چیزا نمیخواهن که همین انقلاب بشه. اگر پیشنهاد بکنی که بگوی که این مثال من همین خیلی نیت دارم یک کار میخوام بکنم، میگم بسم الله که برادر عزیز در اروپا بسم الله نه پول قرآن ختم بکنی در تاجیکستان یگان گپ نمیشه. اگر نره بل کلمه نگیری واسه رحمان زیادی مردم ما محتل امام مهدی هستند که کی بگیم که میفروه با یگان گپ میشه. اگر به امید امام مهدی باشه دیگه توکلتون به خدا بگیم که من یک برنامه دارم، وقت ساعت قطعی ببینم که همین نتیجه مردم خواستن، مردم میخواد که یگان کار بکنه، من مبارزه میبرم. ببینم که نه توکلتون به خدا، من جای کار پیدا کردم، میرم دیگه پسی کارم بگیم میرم دیگه قفای زندگیم، برای که مردم نمیخواسته است بگیم یک زندگی درسته، مردم نمیخواسته همین غلامی قبول دارن، میخوان که غلام بمونن. شما را خداوند نآفریده است که در تاجیکستان تولد بشین بعد برین در روسیه کار بکنین، بیاین همون پولایی که در روسیه آورده در تاجیکستان صرف کنین. شما باید در تاجیکستان کار بکنین. ای برادر تیا چیز دیگه شا پراپوسکات کردی؟ بگو خواهی. بگو که شما را خداوند نآفریده است در تاجیکستان و مهاجرت راسیه بیاین و مهاجرت ایجا با مرگ فرستاده شوین. به خاطر کی؟ من نمیدونم به کی و چی. همین سومی 2 میلیونی که همیورا میتن به خاطر مرگشون میروند. همیرا 2 میلیون همو یک سال دی کوریش را باید تاجیکستان بوده شوخی همی لبای مهاجری تاجیکا 2 میلیون روبل بده. همی چیه؟ همی چی؟ یک تینه برای بچه همه همی پداناتو را جمع کنیم، بایگریشون های دوبای موبای هم بانکوی
абшуришон ҳамаша агар як ҷоя кунем ку мо бояд ай Дубай да зур зиндагӣ кунем. бале амира нахоҳам ман намедонам, ман боварӣ надорам ки ягон тоҷикӣ набоша ки амира бигем фикр накуна ва реально бигем нигоҳ накуна ба ҳамин чиз ки охи бача во хона дар Дубай доранд, дача, вилла, мерседес, чизои беҳтарини пеши дунёро доранд ва инаи ё иҷа клеткада медронашон сахаровада сахарова мезананд мекушаншон барои просто барои коркунишон, барои ки меоянд мегӯянд ки мо мехоҳем кор кунем, мезананд мекушаншон. амира ман намедонам ёро чӣ хел бояд бифаҳмонем, ё намефаҳманд ё бояд ҳамин худет чӣ гуфтанӣ дар ин бора бародар? дуруст ай бародари азиз, ҳамин хел ҳаст. иншалло ки ман як чизи дига мехоҳам бигӯм. да амҷа 6 нафар аз ноҳияи Қубодиён як чанд рӯз пеш дар сарҳад аз дунё гузаштанд. ман ҳамдардӣ ба хонаводаи онҳо мекунам. онҳо бигем ай ҳамсоя қишлоқи мо буданд. худоиҷон онҳоро шаҳид карда боша, барое ки мардуми мо зиёд ба нияти кор ба Русия сафар мекунанд, мехоҳанд ки ризқу рӯзии ҳалолшона пайдо бикунанд. мутаассифона хелаки якум бошид нест ки мардум бигем ки ба сарҳади Қазоқистон вақте мегӯянд бигузарем, мераванд дар раҳ ба ягон фоҷиа гирифтор мешаванд. мо сабри ҷамил мехоҳем ба онҳо, мехоҳем ки худованд онҳоро ҷаннатулфирдавс насиб бигардона. нигаҳ кунед ки мардуми мо меоянд зиёдаш кор мекунанд, инсо ба ин хелаки мушкилиҳо гирифтор мешем. бародари азиз, шумо бинандаҳо нигаҳ бикунед ки Раҳмонов любой инсон пас метавонад бара зиндон бикунад. ту агар зубербанк дошта бошӣ тамом, барое ки ту намедонам гурӯҳҳои мухолифина ту дастгирӣ дорӣ. бигем ки ин Раҳмонов нигаҳ бикунеда ҳозир агар ин ҳамин чиза буд кантаре дига сахттар агар бигира, бовар бикунем ман омода мешавам ки контракт ба любой давлати бигем ки аввалқудрат бибандам, бирам Раҳмонова чапа бикунам. ман аз байни мардум омадам. мардум агар мара қабул кард ё ки кӯмакам кард, ман меём тура чапа мекунам. Раҳмонов вақте ки ту намегузорӣ ки мана мардумам кӯмакам бикунанд, ман маҷбур мешавам ки подписатсия кунам, намедонам ба Афғонистон ё ки ба Узбекистон ё ба Русия, ки ман биём тура сарнагун бикунам. не ки мо намехоҳем ки дар Тоҷикистон хунрезӣ шавад. мо намехоҳем ки бозам ҳамун солҳои 92 ҷанг ҷанҷолҳо намехоҳем. мо чиза мо танҳо мехоҳем ки ту бирай, халос, ту бира, як нафари дига биёя. бигзор мардуми ҳамин Тоҷикистон ҳамин мухолифоро ягон чиз қабул надошта бошад. як нафар аз ҳамун зиндониҳо, як нафар аз ҳамун нафарҳое ки дар дирни Тоҷикистон то имрӯза доранд дар ҳукумат кор мекунанд, як нафари ҳамонҳо биёя сари қудрат. мо розием, ман розием, дигарҳо намедонам. танҳо оилаи Раҳмонов набоша, охи бародар набоша, Шарипов набоша. ман ба гуфтаи розиам. бале бародар бифармо. инҷа чанд нафари дига инҷа мана дар WhatsApp навиштам. бародари азиз, хоҳиш мекунем ки вақти эфир ман имрӯз дар WhatsApp қабул карда наметавонам. хоҳиш мекунем ки касоне ки мехоҳанд суҳбат бикунанд, фикр назар дар бораи сарқонун бигӯй. биёе бародари азиз, дар барнома фикр назарта бигӯ 2-3 дақиқа халос. ма камтар рӯз як что-то интернетам бизи бо камтар пас медорам. тамом, гап нест. худо нигаҳбон. бародари азиз, нигаҳ бикунед ки ҳамин лайки паданаълата нигаҳ бикунед ки бовар ки моро 300 нафар зиёд тамошо дора. мо бигем ки
به حد سست برادر عزیز. به خدا باور بکنید لایک پروست این سبب زیاد شدن بینندگان، یگان چیز دیگر زیادی نیست. تا آخری برنامه را بمونش بگیرش، یگان مشکلی نیست. شما فکر نکنید که من یگان بیزنس دارم یا که نمیدونم سوم کار میکنم، خیلی گپ نیست. به همین خاطر تا آخری برنامه را بمونش که این بیننده ها زیاد بشون. خلاص باور بکنید یک برنامه پیشم 100 دانه لایک زد، تا حالا 8000 آدم تماشاش نکرده. نوارهایی که 100 دانه لایک گرفتن 18000 17000 آدم تماشا میکنن. من بیننده هم 5700 5800 نفره، 18000 19000 آدم بگیم که برنامه های من تماشا میکنن. این دلالت بر اون میکنه که لایک زیاد است، نوار بگیم پابلیکوات میشوه، رکلامش میکنه یوتیوب که دیگرها ببینن. به همین خاطر بگیم که لایکاتون رو بگذاره که دیگرها ببینن برادر عزیز. تا آخری برنامه را وقتی خداحافظی میکنیم بتونه که لایک تا بگیری برادر عزیز. اون لایک یگان چیز نمیاره برای ما. خب این نویس است که الماس زر خریدی اروپا است. چیش میگوی؟ اینا که بسته بگه که من همه حکومت‌های اروپایی یگان چی کمکم نمیکنن برای مبارزم که من برم مبارزه ببرم. یگان نمودی گرند گرفتگی نیستم. یگان نمودی بگیم که کمک برای من نمیشه که من زر خرید باشم. خواهش میکنم که تهمت نکنید حق یک برادر مسلمان تون اگر مسلمان باشه. و همین خاطر به طرف نباشه برادر عزیز، دستگیری بکنین ما را. دستگیری شما پیشروی ما میتونیم که یک قدم پیشتر بریم. وقتی که بینیم که مردم دارن قفانشینی میکنن، مردم نمیخواهن، مردم مثال طرفدار رحمانوف هستن، دیگه توکلتون به خدا میشوه. به خدا مردمی که در اروپا هستن لوبایش میتونه که کسون شبراه در وشلکش کشال کنه برای سر کار. در اینجا مردم پلی خوب کار میکنن. ما اومدیم با نیت مبارزه، نیتم ولای کار نبود، نیت من یگان چی نبود، تنها نیت من مبارزه بود. میخواستم که مبارزه ببرم، میخواستم درباره برادرها باشم، نه که برادرها قبول نکردن. خودمان اومدیم برنامه تشکیل کردیم، میخواهیم که یک سر یک مسئله بیاییم بریم یک کار بکنیم. متاسفانه نگاه میکنیم مردم دوران دوری میجوین. نه، مردمی که هست که ما را انشالله که اون نفرای هستن که شیر مردایی که در واتساپ صحبت میکنن، نه که کم برادر عزیز، باید زیاد باید ما باشیم. شما ما قریب چرس یک خانه بگیم در زندانی داریم. ما اگر همون مردمی که خانه ما یک نفری از زندانی کردگان صدا بلند بکنیم، باور بکنیم ما رحمان فچپا میکنیم. باور بکنیم ما که خاموش هستیم، رحمان بگیم که دیگه کتگی میکنه و میگرده. خلاص همه جا بگیم که در همه کامنت ها همه گپ های هر خیل خوش میکنن ننویسه. یک چیز بنویسه که همه خطانه بفورده. کسی چیز می نویسه که منم همون تو گفتی برادر خوجندی، منم همون تو یگان کم زیاد نه. راست یک کار بکنی که بگیم که در نرو یک انسان نرسه. من کبیری نیستم، من وصیفم. اون انسان با صبر تحمل پذیره. مرده کار برش دیگه هزار گپش میگن، مثال یک نفر یک چی نمیگه. من نمیتونم کبیری باشم که هیچ تون نگم. میگیرم یگان کار میکنم. بعد یک کاری نکنه که مثال خفگی بین ما بشه. من مشکلی با رحمانوف
با رژیم رحمانوف دارم، با یگان دست آوگیرک رحمانوف مشکلی ندارم. به همین خاطر شما برای من یک برادر هستی، همین قیقی چاپلوسی دیگه، یگان چیزی دیگه. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. کسانی که میخواهی که صحبت بکنیم وارد استودیو بشین، بگیم که در زیر نوار لینک گذاشتگی طریق همون وارد استودیو بشین که فکر نظرهاتون درست به دشنام به تحقیق بنویسید. خب بازم یک بار دیگه ای برادر، سلام علیکم. خب این برادرمون با فکرم که خب نگاه بکنید که برادرای عزیز، ای 310-12 نفر داره ما 70 دونه لایک گرفتیم. لااقل 150 دونه لایک همین برنامه را بگذارید برادرای عزیز. خواهش میکنیم. 300 نفره نیمت 150 تا زیاد نه. بشینیم همینجا ساعت ها صحبت میکنیم. چند قیقی شما میخواهی باور بکنید یگان برنامه با مثل من مردمیم. اگر این مردم بگه که دوام بده، من همینجا میشینم دوام میتیم. یگان مشکلی نیسته. نه که وقتی که میبینی که مثال نفرها زیادن، نه که بگن کمین، باید این همخه لینتا اوره بگذاره. یا که در من یخ کرده گیان کمین تو، یا که ایبی اینترنت مای، یا که مردم واقعا هم ننوشته شده یگون چی. خواهش میکنم که فکر نظرهاتون بنویسه برادرای عزیز. آیا شما راضی از سرقانون امروزه تاجیکستان؟ امروز هنوز آخرون دفعه که رحمانوف سرقانون را تجاوز کرد. خب خواهش میکنم که بی‌طرف نباشه. بی‌طرفی برادرای عزیز این خب خیلی بد. خازی این خیلی بمونیمش. خیالی میکنم که با یک مایده بگیم که درستر میگیرنه. این برادرای عزیز تماشا بکنین که حکومت ما رحمانوف 3 بار همین سرقانون تاجیکستان، سال 99، سال 2003، 2016 هم سال رحمانوف بگیم که همین پیشوای ملت سال 2016 قبول کرد. دیگه میتونه که دخل ناپذیر کرد خچه 1000 عنوان ها داد خچه. ویدیوی برادر سلیمان دولتوف هست که دعوت کرده بود که مردم شریف تاجیکستان بی‌طرف نباشه، بخیزه صدا بلند بکنه. متاسفانه همه خاموش. یک نفر صدا بلند نکرد، یک نفر نگفت که رحمانوف تو پیشوای ملت نیستی، تو قهرمان تاجیکستان نیستی. رحمانوف اگر سال 99 سال 99 تا 99 اگر میرفت از سر قدرت، رحمانوف با مثل یک قهرمان در تاجیکستان شناخته میشید. نامش به نیکی میموند. نه که ای سپس رحمانوف یک خائن، یک وطن فروش، یک تجاوزگر، یک خائن ملت به جهانیان معروف می شود. نصیب کرده باشه وقت ساعتش می آید، همه این چیزها می شوند. باور بکنه من همون نفری هستم که نمیخواهم که رحمانوف به خاک بسپارند. من میخواهم که رحمانوف به مثل لنین بگیم که در پیشتا بگذارم یک حیات. من در تاجیکستان اگر بگیم که معاشش کم است، میرم در خارج کار میکنم، میرم بگیم که بگیم که همون دارو کریم دوخویی که در تنه مرده همین میزنن که بو نگیره، همون چیزا من میرم در خارج کار میکنم، میام همون رحمانوف نمیگذارم که در خاک باشه. که دیگر انسان های دیگر دولت ها، توریست ها تاجیکستان میآیند،
بگیم که اونم پارک رودکی در یک رنگ الیف باش نیروز کردگن در درنی همون رحمان فهم میخوام بگذارم و مثل لیلی به پل مردم بیان تماشا بکنن. استوریا بالز نشه پول نیروز می نویسیم که امنی سری قدرت چخه اومد، چند هزار آدم کشت، چند بار سر قانون تجاوز کرد، همه چیزا رو بگیم در بیوگرافیاش نوشته میشه، اونجا میگذاره. انشالله شیطان ناامید است. ما امید داریم که انشالله یک روز نه یک روز ما پیروز میشیم. انشالله که آرزوهای ما جامعه عمل میپوشونن. مردم شریف تاجیکستان باید که شما بی‌طرف نباشه برادرای عزیز. خب اینجا برادران نوشتن که قبول که خب سلام علیکم. سلام علیکم برادر، بفرما. علیکم سلام. بله بفرما برادر. آواز اومده سه؟ بله برادر جون امی با درباره کی اکای محمدی با روسی گپ گفتنی بودم با یک ده سخنی دیگه ایادم بر اومد روسی گپ بخشش با امی اکای محمدی گفتنی. بله اکای محمدی قول گفتنیم که خداوند تستر شفای کاملش بوده بگیم بخیزه در بری مروس باشه پیشوای ما باشه. ما با خدا بسیار روسی گپ بالش که یکای محمدی بولم سختی باید برای که آخری انسانی настоящий من настоящий человек و اکای محمد اقبال دامی را گفتنیم که اکای محمد اقبال جان نباشی تو اگر من هم نباشم، نباشی تو اگر من هم نباشم، چون می باشم اگر بیغم نباشم، مگو که میبری از یاد ما را گر از یادم روی انسان نباشم. به نام الله اکای محمد اقبال بهترین شخصیت است. ما با خدا بسیاری بد حرمتش میکنم، اما خیلی زواج نمیشناسمش. ما او امو شخصیت پیش ندیدم، نه که نه خیلی خیلی دیل خیلی یک گواهی میتکو بگیم رنگی ریان همچو برادر او مورا هم اوخی هم مایشا فهموند خونوند گفته که بچم دودرم اکم خوارم مادرم برادرم پدرم بچه او برای مورا همه چیزه همین خیلی فهموند که دیگه همین تحت دیل دیگه نیست و خیلی چیزی که بگیم هم بفهمونم بوده. بله برادر بسیار خیلی خدمت ها کرده شده در مبارزه. باید که مردم ما بگیم که این انسان دستگیری بکنن. ما 5,5-6 هزار نفر بگیم آبونچی داریم، اون مردک 200 چند هزار بیننده داره، 230,000 به فکرم. به همین خاطر 230,000 باور بکنیم ما در تاجیکستان 10,000 نفر یک گپه باشه ما میتونیم یکون کار کرده. 10,000 خیلی نیست. هر یک شهر ناحیه 3 تا 5 تا 10 نفره. شهر ناحیه ما زیاد شهر ناحیه داریم در تاجیکستان. بیا برادر عزیز سرجم بشیم، بیا یک کاری بکنیم، حق و حقوقی خودمان طلب بکنیم، آینده فرزندهای ما خوب زندگی بکنن در تاجیکستان. باز اگر یگان چی چند قدر قبلش یک تیک تاک درمدم، یک گروه صحبت داشتن، خیلی دعوت کردن رفتیم. تنها در تیک تاک مردم تاجیک فحش و فاحشه‌گری یا که دشنام و تحقیر کردن. دیگه حکومت ما کجا را نگاه میکنه؟ شما کجا بگیم که دمدمی مخالفا یا که پس مخالفا شما میگرده کی چی میگه؟ بگیم که رزمری پتینکش میکنه میوه چی کاره چی کار میکنه،
مثال این چیزا را میکوی پیدا میکنی. نفرهایی که میبرن در داخل تاجیکستان هستند، میبرن دشنام تحقیر میکنن. سبب در چیه که شما حکومتدارا بگیم که سری راه این انسان ها را نمیگیره؟ عبدالخلیل برادر و کنته هم نیمش در مسکو کنته شدگیان چی با ورا نمیخپن؟ من نمیدونم. این значит کنته و اوزودن مردکوی بگیم روی حق و گناهگور شدن. من نفهمیدم میره. برادر عزیز، این مردم قطعی خیلی قینه که یگان کار کردن. برادر عزیز به خدا نگاه کنید که این قد چیزها را ما داریم میبرویم برای شما میگیم، رسانه‌ای میکنیم. شما حاضر در همه لینت‌های تیک تاک و فیسبوک و اینستاگرام همه جا هم کودکی که در بگیم کودکستان یا که صدیق بگیم با پاش میدره کلاش رسم میکنه، بگیم که ای دنیا میگذره. بله. مثال حکومت نگاه بکنه که یک صدیق درست نکرد، یک روستخناتزور در تاجیکستان است که نظارت بکنه، بگیم همو کودکستان ها با استاندارد جهانی بگیم که مطابقت میکنن یا که نه. این خیلی کارها را نه با فکر که اون یگان چسنی بود یک انسان بگیم در خونش کراوات کرده است، بگیم که کودک‌ها را هم که میگرفته است نگاه میکرده است. آدما برای یک فرزند یافتن میلیون ها دارن رسخات میکنن که صاحب یک فرزند بشون. با یک امید فرزند که میبری میگذاری که بگیم قفای کارتی میخوایی که فرزند در کودکستان باشه، بگیم که اوسو مرده شد بیارن. باید همین دیرکتر شه یا که کلانی همونا باید برن زندانی بکنن، نه کمتر از 20 سال. اوخی عبدالخلیل خیلی فکر ما و تو داریم با یک 10-20 کسی دیگه او دیگروش را پخویه بخشیش. برادر عزیزم کم ترک همین تحقیر نکنه، برای که اینجا خواهرها مادرها آدمها ما را بگیم که در خانه هاشان تماشا میکنن. خواهش میکنن که برادر عزیز همین ایدشنام و تحقیر یک میده برده باشه. مردم بگیم که در خانه هاشان بچه و دختری اصلا باشما دارن دیگه، بگیم که گپای تحقیرآمیز باید که ما نزنیم برادر عزیز. نشه ما ایده طرف دارم برادر جون. پروست آخی این فکروی که ما و تو میگیم یک بگیم افسانوی میتوان میدونی، بگیم 10 سال زمان این بگیم من نمیدون میره چخل گفتن ممکنه. خب برادر عزیز اینجا کی بود؟ برادر عزیز یک 2 نفر یک خواهش میکنم که اجازت بتین شما اجازت بتین پسام وارد استودیو بشین، برای که من نمیتونم شما را قبول کرده بعد فکر میکنه که ما اومدیم در برنامه ما را قبول نکرد. خواهش میکنیم که اجازت بتین پسام وارد بشین، برای که شما اینجا ایستاده فکر میکنه که من شما قبول ندارم. خب اینجا کی بود؟ برادر عزیز نگاه بکنه که ما تا 1 ساعت میشوه که اینجا در برنامه. اگر شما بخواهید که صحبت بکنیم برادر عزیز ما را دستگیری بکنین که ما دلشی بگیم که صحبت بکنیم، غیر این صورت بگیم که ما خداحافظی میکنیم. ما امروز کمی کار بود، کمی در نیت هم نبود ما برنامه کردن، باید برنامه غربت میشید. وقتی که من دیدم که اونها برنامه ندارن بعد خواستم که 1-2 ساعت ببریم با مردم درباره سرقانون تاجیکستان صحبت بکنیم که مردم قبولش دارن یا که نه. متاسفانه امروز بگیم که 1 نفر برآمد تنها که من راضی نیستم، از اما روز میثاق راضی نیستم به همین حکومت. دیگر انسان ها چند نفر دیدم که در کامنت ها نوشتن، دیگر اینجا تویشون نقل کرده استیان در کامنت، یا که عشق و عاشقی نمیدونم کسی محقل شده است بگیم صحبت دارن. خواهش میکنیم که
اویدی موضوعی همو برنامه نوشته بکنین. من یک کامنت درستی خوب نمیبینم که برارم در اکران نشان بدیم که بگیم که مردم ببینه که چه یک کامنت خوب نوشتیم. خب نه برادر، نیست که در تاجیکستان قانون نیست، سر قانون هم نیست. خب سلام علیکم. و علیکم السلام. عبدالخلیل، امیدوارم که خوب هستی. نه؟ الحمدلله خوبه. تشکر. در برنامه قرار دارم، یعنی که در برنامه در پخش مستقیم هستم. بله. او اکل عبدالخلیل برادر عزیز و ارجمند، من تحقیر نمیکنم، چون که پیشتر هم قبلا هم گفته گذاشتیم و حالا هم همین در همین عقیدم استودگری میکنم. من دشنام نمیکنم، اصلا دشنام قبول ندارم، دوست ندارم. طرفدار رحمانوف برحمش، نه؟ طرفدار رحمانوف برحمش، انسانی بهترین و انسانی دوستداری ملت و وطن. تمام. سوال به خودت همینه که آیا شما از قانون تاجیکستان راضی هستید یا نه؟ عبدالخلیل جان، برادر عزیز، خود سوال که برنامه مثلا با عنوان چی برنامه کردیستی، یعنی که موضوع چی است؟ موضوع فقط تعریف محمد اقبال است یا اون چیز دیگر؟ نه، تعریف یگان که شما اینجا تعریف نداریم. روز 22 می سال 2016 سرقانون تاجیکستان رحمانوف سیم بار تجاوز کرد. ما در همین باره داریم از مردم سوال کرده هستیم که همین قانون تجاوز شده و شما پسند است یا که نه؟ من میخوام از مردم یگان چی بفهمم که مردم راضی است بر رحمانوف یا که از همین رحمانوف و از همین سرقانون ناراضن. این همین چیزای موضوع برادر عزیز، یگان گپ دیگر نیست. عبدالخلیل، من خیلی افسوس میخورم که تو یک بچه، یک انسانی خوش معامله و در اصل نه که من باور که یک در حیرت میمونم که بسیاری بعد سنگای نادرست به سمت وطن و سمت ملت میزنی. من به همین راستی گپ خیلی غمگینم. نباشم تو یک بچه انسانی اونقدر بد هم نیستی که تحقیر کنی، اونقدر الفاظی مثال نادرست، یعنی که درست به زبان بیاری. با همین خاطر من با این باورم که تو خیلی به انسانگری نزدیکی، اما از چی باشد بسیاری باید به طرفی به سمت وطن سنگ میزنی، سنگ میندازی، سنگ تحقیر و معلومات. برادر عزیز، یک کلمه بیام که من وطن پس زده باشم یا که ناآرامی جامعه را خواسته باشم، بیا برو همچنین نشان بده به مردم ده، مردم بفهمه که من یک اغواگرم، من وطن ما دوست نمیدارم، بگم که اون کاری بد میخوام برای ملتم بکنم. برادر عزیز، من میخوام که رحمانوف نباشه، یک نفر دیگه باشه. اگر همین گپ من بگم این سنگزنی سنی وطن یا که تاجیکستانه، من بگم که با رحمانوف دارم بگم که میخوام که چی میگن، من ضد رحمانوف هستم، یگان چیز دیگر نه. عبدالخلیل بگو من عقیده های تو را با دقت گوش کردم. من نمیخوام که گپی تو را برو. من خاطر من اول با دقت گوش میکنم، بعد من سخن میکنم. برادر عزیز، دیگه بگو که اگر همین رحمانوف من استعفاش طلب بکنم، من خائن میشم یا که اغواگر میشم یا که تروریست میشم، چی میشم؟ در دولتی که دموکراسی، حقوق بنیاد، پیشوای ملت داره، اساسگذار داره، بگم یه دولتی به حد زور یک نفر برای بگم همون رئیس جمهورش مینوس هاش بگم، مینوس هاش رحمانوف همینه که سرزمین تاجیکستان فرو 3 بار تجاوز کرد سرقانون تاجیکستان. مشکلی جامعه را بگیم که مسلمان ها را قانون هاشون پایمال کرده، نمیگذاره تا 18 ساله مسجد بروند، زن ها را نمیگذاره روسری بدوزن. بگم که مردم سوید نداره در 30 و چند سالی که رحمانوف در سر قدرت. من اگر همین چیزها را
طلب بکنم ای رحمانوف من اکستریمیست، من تروریست، من خوین، من سنگزن وطن میشم؟ این همین سوال بخدا. نه گوش کدا بودی قدا گوش کما ترا گوش کدام بودی قد گوش کدام عبدالخلیل نه تو بر این خوین نمیشوی با این عقیده ها مثلا سلام علیکم یا که با این گفتو اینا اون کرات خوش میکنیم باز یه دقیقه اینجا بچه ها هستن خوش میکنیم این برادر گپش تیار بکنه پس شما را وقت میتین صحبت بکنیم خوش میکنیم که اینا اون کرات قدیش کمی صحبت بکنیم که چی میگه ما این اون کرات عبدالخلیل اون کرات ای او دیکاردا میفهمونم تا بخشش زیاد من چند سال از تو خورد هستم که من عقیده‌های خوب مدام بزنم همین بله حق داری برادر عزیز تو بتونی که رحمانوف لبو چی بگوی حق داری برای که تو طرفدار رحمانوف تو این حق داری من طرفداری وطن آباد و زیبا و تینجم برادر عزیز دیجاش آباده ای برادر عزیز من بیا ما دلیلش بیارم خودم روش کرده شدم راه خدمه ای سالی که رحمانوف سر قدرت اومده است من راه خدمه خودم روش دارم بالیسای خدمه خودم روش دارم ملیسای خدمه خودم روش دارم بگم مکپونت ما خودم روش کرده شدم من همین تنجیه همین تنجیه برادر عزیز همین آبادیه شکرا عبدالخلیل گوشی چی بکن توجه بوده ها یا نه پیشترم همین خیلی آرامی و همین خیلی آزادی نیست برادر عزیز از مقطع گفتم که من اگر رحمه بسازم نمیدونم مکتب و مدرسه و مسجد همه چیز با من خودم بسازم حکومت برای من چی در کنه دیجاش آبادیه برادر عزیز بیا دور نمیریم اگردی چی قرغان تپه تا ترمیز بره تو تماشا بکی که در همونجا راه کوچه ها را آباد کردگی سالی 83 سال آخرون دفت کوچه ها را اسفالت کردگی 83 سال دوری سیوز تا حاضر یگان راه تعمیر نیستن مثال رای گلاونیه مردم ازبکستان افغانستان میگذره به همیتا چوه حکومتی ما همی بگیم که راه ها را آباد نمیکنه ما ده ها و ناحیه های خودمونه ما خودمون مردمی قبادیان یا که شهرتوز یا که جینیکول خودمون داریم پل جمع کرده کوچه های بگیم که قشلاق ها و ده های خودمون تارایون خودمون کرده شدیم اما رایون 3 کیلومتر برای خودشون که نمیدونم خونه هاشون برند حکومت دارو همه رایون 3 کیلومترش حکومت کردگی است من زید نیست الماسشو یا گپ بگو مشنو گوش که او یا نینوازی خوجا پنجی بود کو بله این همی کرات از جای همون خوجا پنجی همون نینوازی را همی گرفتگی های این همون کرات های این همی لوبوی نمود اما چه توبه کم خداش زونش نایوری لسیده استایش نمی گپ حق شما زنی حق داره شما همه آدمه یا که نه اوه امو حیوان توی ملیسی آزی نم کیرا محمد اقبال سردرگل نسیده استبدی ایلی بوی دوش برادر عزیز همین آدم وقتی نامی محمد اقبال اگر سجده یه دقیقه بیست نه ولی یه دقیقه شما همون کرته اوه نه همین سوال جواب ده همین سوال ده من همه را استودیو میبرم تا قطعی من گفت چه همون کراتی همین همه سوال جواب ده عبدالخلیل ما گفتم خودم گفته که من آدمی هستم که تاخیر دوست نمیدارم در برنامه ما تاخیر نکنید ای چند کدوم برنامه دادم میگی همین روزم گفتی دیگر روزم گفتگی بدی فرق نداره که باید کی نیست تاخیر نکنید به تاخیر گردن چند بار گفتم چند برنامه برادر عزیز همین سوال بخدت کی برادر عزیز سوال بخدت کی تو همون آدمی که کرات من سوال کردی همون آدمی که دیگه ای نه من همون آدم نیستم کرات استغفرالله برادر عزیزی او آدم نیست این برادر عزیز برادر کلوبی این او آدم نیست بیایم گپاش تمام کنه بعد ما صحبت میکنیم بفرمو مالی گوش کو برا کی مال انا عبدالخلیل بله سوال ابتدا من عقیده من همینه که
گوش کدا ما همین گپ گاوزنیم موضوع میگه یک سوال کودکی میگه یک گپ سخنرانی کودکی در اویله تو در خونه اگر 5 فرزند داشته باشی سری 5 زبانی 5 فرزند تا گفتن نمیتونی همش هر خیلی یک اکو بینده تو ببی 20 ما چی میتونیم همین در حکومت کسانی که نادرست کار میکنن کو اویستا کو همون اثر قدرت رفته سن بسال یک بس برادر عزیز من آدم سببی که من مخالفی ضد رحمانوف شدگیم نام شا گفتم فامیلیا شا گفتم تا حاضر بدبخت پاسپورت من در دستش چوه حکومت نمیره همون آدم بگیم که ای کار بگیرش نمیدونم بر از یگون اشترافش بکنه نمیدونم زندانیش بکنه اون همون انسان سبب شدگیه که من برآمدگی نمیشه رحمانوف شپیده شدم باور بک اگر همون آدم پاسپورت من را میدون باور بک من میرفتم اتفاق زندگی برادر عزیز نگاه بکنم شما میگه که چند نفرای اصلا در حکومت که بگیم غیر قانونی کار میکنن اونا رفته شده من ده ها آدم ها این نوحیه خودمان میارم که تجاوز کردگیان سوم گرفتگیان زمین فروختگیان بگیم قانون شکنی کردگیان یگاتش به جوابگری کشیدگی نیست من میخوام که همون انسان به جوابگری کشیده بشوند برادر عزیز نگاه که اگر رحمانوف حکومت رحمانوف همون انسان‌هایی که در ناحیه ما زمین فروشی قانون شکنی تجاوزگری این هم خیلی کارها میکنن اگر رحمانوف سری روی همون انسان‌ها رو اگر بگیره کسی ضد رحمانوف گپ میزنه من زبانش میبرم بله اینا رئیس شهر کلوب چی به نام میگیره رئیس شهر کلوب چی به اینم قزلم کسته گپش نمیزنه کادروش حالش کسته رئیس پیشینی کلوب برد محکم کرد برای چی بله آنا نبود آنا و بله یک لیسه که ایکالی همین خیلی انسان ایکالی اوچه پرزیدنت انا بونده ایکالی اوچه خچه بوند اینا قانونی ممالی را چخیلی پایمال میکنه اما چه شما برگش که عبدالخلیل خودت این قدر آدمی باسواد باشی قدر با عقل باشی بیا در حکومت در همین تاجیکستان در وطن تمام زید سعید به سواد بود من نمیشناسم زید سعید من درباره انا بچه خیش انا همیشه من مجبور مینه که من قطعی خودت آخر سخن بکنم و خداحافظی بکنم برای زید سعید زید سعید نمیشناسی زید سعید مورچه‌های تاجیکستان میشناسن بچه دشنبه پلازماش میشناساش دشنبه پلازما میشناساش دشنبه پلازا را یکم دورایی که بلندی خشروع در تاجیکستان زید سعید ساخته گرفت امو آدم که توری تو значит نمیشه این کم چوپلی نه همون چوپلیس هم کرات آیو عبدالخلیل وجه برای زید سعید گفتی مقصد ما در ششم سال 2019 قطعش بودم 2019 شخمت ششکای زور بازی میکنه دای تاری ششکا دا زورای کنکریت نه بعد خیلی قطعش هم تاری بازی میکنم یه روز پراویرکا دنم خیلی سلوچین قطعش غلطیدم گفتم رئیس خطا نخوب با یک هم تاری استاتیا مقصد هم خیلی مقصد بیرون محکم کنه خیلی گفت داره ما این گفت استاتیا خودت وای باشه ما درکی استاتیا را میرم میگه برای نمی اول اومد پرزیدنت خونه گفت اینمو دوشنبه پلازما 3 خونه طلب کرد 3 خونهش داد رستمش اومد با خودش گفت تخمینش اومد با خودش گفت آزادش با خودش گفت همه اینمو را من اتکاس کردم فقط ما امام علی را دادم گفت خونه تمام دیگه همه اینمو را اتکاس کردم این همی خستن نمی یک برای دوشنبه تاجیکستانی نو بنیاد کردن اینا خستن همی پالیتیکا دا همه چون پالیتیکان تا آدمای دیگه پروست هم خیلی میخزن یا گپ میزنن برای قانون چیکردن یا پالیتیکا بدای قانون دا مقصد دخالت نکن و قانونی و ما قانونی ما سواد داریم مکتب هم میگم این اینستیتوت برای چی میخونی برای قانون شناختن من میگم خوب گنده مقصد معلومات یالی دارم رستم میگه هیچی خوندگی نیست بله رستم دو جای میگه دو جای در خوندگی همون دولت ها سرش کردگیان بله برادر عزیز رستم امالی یگان جا رابط کردگی نیست بله ما این چیزا رو ما ریال خودم عزیز سعید شنویدگی میدونم ما ایرا نه که نمی خسته نمی کرد با نام شد دروغ گفته است که میگه نه من نیستم
бача тоба кам худо ами кавг меброя овозш як овоз метаку мефамиш ки кавги хуба ё ки кавги безем не ки ту кавги хди чон қафеш брома ё воз тамом мешносемака и хеле просто дар кор нест ин ами ҳақиқата мегӯй тоҷикистони мо тинҷ тоҷикистони ма тинҷ боша света ма хидм бикунам суми свет ма метам гап нест як тараф суми рама ма битам суми талабаи мактаба ма битам ҳамаи кора ман хидм бикунам ҳаққи фарзандои мара ки ма давлат бигира ами тинҷие ма дар давлат даход мерасонам давлат дар ма даход нарасона ами тинҷие ку куҷоши доли ҳамун саволат ту ҷавобша метавона додам хеле равӣ амраи ма вори безори ай талаба сумтии шидагӣ намис хона да сета талабаи мактаб дошта бошӣ намис сетара бепул соф мактаб роӣ намекунӣ суми клионка суми салафани треза суми краска суми угл ҳамаи намида сумети ёхи тобакам худо ӯ чӣ намуд мактабай я рӯз я маълимаи да кулоб да маълимаи бачаи калоним амтари сум гуфт хеле тари слишком бад тари симок канда рафтум гуфт мактаб амсинф баду ӯ намедонисте ки мақсад бачаи ма то есть ма амсинфи ма айда ӯ маълимашон баъдам тари сумсум кард гуфтум хай дидимш случайнам хеле гуфтум намуд бачаи ма мақсад талабаи тая гуфт ҳо намхел фалон гуфт ова амхелияй гуфтум сума ма битимуд ту ай давлат сум мегирӣ изо намекашин амай талаба сум мегирӣ амай давлат ди талабае ки дар мактаб мехонад суми тира биброра бита ту хай биёй мақсад ай оилиқи таткас ки майли талабара ту шурӯ мақсад бихонун метема тиҷ гапи не ки мебарин меёра китоби ғадора тобакам худо охи мега бо шарманда мо мекунад дар байни одамо инай тари гапора меган хи чон шарманда ҳам қадаре ки намоя сумкачае дора дар баракаш ҳамун сумкачара халтаи ҷугиёй чон қадари сума битиш кун ҳамун қадар ҳамун сумкаш калон мешавад тобакам худо мегӯи резинияй инам тари такштой тари тенҷие ки ман хидму тенҷира устроид кунам не ки дар сари вазифа одамои ҳаромхӯр боша ва одамои пули миллата мегиранд як бор намехеза ай муҳоҷир ҳимоят куна як бор намхели набромадай худ дар россияш худ дар тоҷикистонаш худ дар ягон давлати дига ки бага ки Владимир Путин мои народу пожалуйста не трогай они просто гастрайбатери они не преступники я сам преступник не они бача тобакам мардак мехеза миёна махта мебанда барои ризқи рӯзиш мебаран аис мешкананш аис майбиш мекунан мегиран хизмат шурӯъ мекунан хай намедонӣ ба худо асабора дагиҷот биган пони холӣ кунӣ боқӣ дар ҳамони алло гӯшт кесте мазрат ана ман барои чӣ барои қонуни сарқонун ман не то ки сарқонун розӣ нестам аями ҳукумати тоҷикистон ҳозираш розӣ нестам сарқонун шабон ӯ сарқонун ҳаму оила худаш фақат қонун меброра ин ҳами ёз ин ҳами чоплус ин ҳами биромад ҳами ақаллан як қонун биброра ки бигӯя муҳтарам ҷаноби олӣ шумо барқдиздира ҷиноятӣ кардед то есть ҷиноятӣ карден биё амира ҳами ҷинояте ки ту сарқонун кардиш биё амира аввал ай пулдоро бикун на ин ки ай камбағало ай пулдоро ина ту ҳами ҳаққа дори демократия дар тоҷикистон ту ҳами гапа гап за ман бигӯм ту на самом деле ватандӯст будай ози ту чоплуси наму ду каради наму чанд каради савол додӣ наму саволтии ди ягон одами дига нестӣ боқӣ дар ҳамони алло и ҳамун айнавози хуҷапанҷира дубликат шай ташаккур худо нигаҳбон бародари азиз хоб бародарони гироми қадар хоҳиш мекунем ки дар барнома фаъол бошед фикра назарҳотона оиди мавзӯъ бинависед бародари азиз мора таи 450 нафар тамошо дорад агар шумо як комменти агар бинависед 450 коммент мешавад бовар бикунед як комментари ҳар як одам бинависед ки ҷа нигоҳ дорам
ابو خالد قطعی یک دو نفر دیگه باور که همجا شپیده شدیان دکست یا که شهرت بعد صبرم همونم فعال است می نویسند چیز اینش با اونش نویسته شده جاویدان جون بده نویسته است. خب و علیکم السلام. خب برادران گرامی قدر من جشتا کامنت خونده نمیتونم بار که کمی دورتر است. خب اینجا یک نفر اومده است نوشته که خسر بچه الماس نخواه همی تبو نویسی بچه نخواه همی تبو نویسی شما خیلی نکنه من بابونه شما با من رازبار میشم میگم با آدمی خسر بچه تا اینجا اومده همین خاطر خوش میکنیم که هر خیلی ننویسه اما یا نام تو نبنویسه عبدالله نمیدونم عبدالرحمن محمود احمد یگان چیز انتری بنویسه برادر عزیز نخود همین خیلی بنویسه. خب اینا چیش میگوی نه بسوری. خب این ایتا خب آنها که به تشویش با فکرم شدیم اینجا یک برادر پرسیده که تولد چنده. برادر عزیز در واتساپ زنگ بزن یا که در گوگل بزن عبدالخلیل وصیف بگه میبروه میبینی که چند سالم چی کار کردم تا حاضر یا که چت جی پی تی بره نوم فامیلیم ابو نعیس میگه. خب برادران گرامی قدر خواهش میکنم که فعال باشه بیای فکر نظرهاتون بیای بگه که ما راضی ام از خانم یا که برای بگه که ما راضی نیستیم. یک دقیقه گپای متاسفانه مردم ما در همین خیلی روزهای کلیدی نمیبروین صحبت نمیکنن. باور بکنید یک پست در فیسبوک میکنی میخوای که نظری مردم رو بفهمی باور بکنید 4-5 نفر کامنتت میکنن 4-5 نفر لایکت میمونه و خلاص. ما بیننده ها دوران زیاد شدن 460 نفر دوران ما تماشا میکنه. خواهش میکنیم که همه من نمیبینم لایک را خواهش میکنم که همون لایک را می نوشته که چند دونه ما لایک داریم. خب رگری سلام علیکم. سلام علیکم سلام. امیدوارم خوب است که برادر عبدالخلیل. بله الحمدلله خوبیم. این بچه کی این ایوب یوریست افیر داشته چیه برای هم قای بیننده های ما کم بدن همه این مردم خیلی و بسیار تماشا میکنند ما 5000 دارم میشه 50 و چند هزار بیننده دارد. یا ایوب در 50 و چند هزار نفر بگیم که پادپیسات کردگی یک آدمی که روستا بگه دروغ میگه تهمت مینه یک آدمی که میخواه برای شما یگان کاری آسانی بکنه. مثال میخوام که 500 سومانی بتیم بعد تا سینی 18 ساله را یک چیز پیشنهاد میکنی به مردم متاسفانه بیننده یک آدمی که یک چیزی نیک بخواه برای یک کاری آسانی برای مردم متاسفانه کم نگاه میکنه. اگر نمیدونم قدم قربان یا که یگان تای دیگهش باشه یگان رقاصه بغار بکنه نمود تماشاشون میدونن میکنن حیران میمونی. مردم یک به طرف نباشه دستگیری بکنیم مورد دستگیری شما پیشروی ما باور بکنه نگاه بکنه که ما 93 دونه 100 دونه لایک نگرفتیم ای 470 نفر. برادر عزیز از برای خدا بگذاره هم لایکاتون تا آخری برنامه را بعدی برنامه میتونه بگیری اگر مشکلی نیست. ما باور که اگر
اگر 200 دانه لایک بگیریم چند ساعت شما بخواهید ما در برنامه میشینیم صحبت میکنیم اویدی تجاوز شده سرقانون تاجیکستان. اگر نه باور کنید نه چند دقیقه جد 2-3 نفر دیگه در استودیو هم قبول میکنم خداحافظی میکنیم برادر عزیز. به همین خاطر برادر عزیز دستگیری شما پیشروی ما دستگیری نباشه ما بگیم که همون 1.5-2-3 ساعت صحبت میکنیم خداحافظی میکنیم میریم با بگیم با تا هفته دیگه تا روز شنبه را که با کایا که یا روز شنبه شب بعد ما بریم با مردم هم صحبت بشیم. خب برادر ایگری بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام برادر جان، خوب هستی امیدوارم برادر. الحمدلله خوبیم. شما دلشکسته نشوین که برادر برنامه من هیچ کی تماشا نمیکنه یا لایک نمیمونه. شما همین چیز دارین که مثال میتوانین که مثال چخیل فهمونم میتوانین که مثال جاتون مثال انیقه مثال همین قدرت دارین باید شما مبارزه برین برادر. ایلویم که یک کس تماشا کنه شما هیچ وقت دلشکسته باید نشد برادر. الحمدلله نظر به دیگر انسان ها من 500-600 نفر تماشا میکنه. خیلی آدم را 9 آدم تماشا میکنه 2-3 ساعت گپ میزنن. آخی برای شکر میکنم که دوران مردم ما را همین قد نگی پروستا مردم تماشابین نه پروستا مردم دستگیری نمیکنه. برادر عزیز سر یک مسئله اومده یگان کار کردن در کار ما یگان کار را میکنیم مردم داره دل مردم میمونه. مخالفین برای چی مخالفین میگن یگان کار نمیکنه. وقتی که شما قطعا نپیونده من اروپا نمیتونم یگان کار کرده باور بکنید. به همین خاطر وقتی که ما یک جای میشیم یک تمام مالی کمک میکنیم یک تمام عقلی یک تا دیگه ما یک کار میکنیم سر یک مسئله میاییم. غیر صورت شما در اونجا ما در اینجا ما در اینجا صحبت میکنیم شما در اونجا بگیم رحمانov میخواد زندانتون میکنه همین خیلی رحمانov داره ولستوت کردن میگیره. اگر ما چند زودتر جمع شدیم سر یک مسئله اومدیم ما میتونیم که پیروز بشیم. وقتی که ما بگیم که یک جویا نمیشیم دیگه بگیم که ما یک جویا نمیشیم. خب بفرما برادر عزیز آخری برنامه شکست میخوریم ده خود من بدونی چی برادر الماس همین مردم امومالی توانست که یک گمراه یک بسواد شدگی مردم یک ساده کندفهمی بسواد کرده پرتفتگی مردم ایتک رحمدل همین انسانی که برادر الماس انسانی که راست میگه 5 وقت نمازش میخونه قرآن خون است راست میگه دلسوز است این انسان شکست میخوره. فهمیدید این انسان در حیله یک مکاره یک انسانی که شیطان است دروغگو است این هم خیلی انسانو شکست میخوره. از اما ازل ما یعنی خیلی شکست دادگن وقتی که آدم دلسوز شد راستگو شد چی میشوه راستگو دلسوز شد حقگو که شد در مکری یک دشمن گرفتار میشوه شکست میخوره. آدم که بسیاری برادر ریگری اونجا یک نفر اومده همین قبول میکنیم بعد چی میگه ما برای که نمازخونی میرن شما صحبت کنی گپ نیست شما من خب کو بفرمایید جمشیدی کی کو جمشیدی کی بفرما. خب برادر عزیز و انسان با فکرم که نمیخورش یکون چی بگه شما صحبت بکنه برادر عزیز. من تمام برادر عزیز شما نمازتون نخونین شما اگه خب یک دقیقه برادر عزیز. خب با کسی در اومد با یک نفر در اومد چهره قطعی
باز شما ما دقیقه بسته قبولتون میکنه 1 دقیقه. خب سلام علیکم. و علیکم السلام برادر و دیگه برادرایی که ما رو تماشا میکنن. امیدوارم تن صحت سلامت باشید بچه‌ها. خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله خوبیم. الحمدلله شما خوبین دیگه برادرایی که در پخش مستقیم و خوب هستن ان شاء الله. شکر. من یک سوال همینجا که آیا شما سرقانونی تاجیکستان راضی هستید یا که راضی نیستید؟ خیلی فکر نظرتون درباره همین روزی تجاوز شده سرقانونی تاجیکستان در فکر نظرتون میگفتید؟ البته این یک فرصت خوبی است که فکر نظر خود در راجع به قانون اساسی بیان بداریم، زیرا قانون اساسی یک قانونی است که تاجیکستان را معین کرد همچون طرز شکل دولتداریش را. اما قانون اساسی که عین حال در تاجیکستان است او رو نمی شود همچون یک قانون اساسی و یا اینکه یک اسنادی که همچون اسناد حقوقی در تاجیکستان موجود باشد شمرد. زیرا از سنه 22 می سال 2016 این سرقانون علاقه کاملا همچون یک سند اساسی یعنی حقوقی اش را از دست داد با تغییر و ایلاوه هایی که در سال 2016 وارد شد. علاقه سرقانون یک خانواده و اولادی شد. ما اگر مثلا نگاه کنیم در سال 1994 سرقانونی که قبول کرده شده بود با تمام تلاش‌هایی که موجود بود، او سرقانون برای کسی که به پرزیدنتی میاد 2 مرتبه اجازه میداد و اون 5 سالی بود. یعنی 5 سال پرزیدنت میشه و 5 سال و 4 سال پرزیدنت میشه، 4 سال پس میاد این باره 4 سال بعد و دیگر از سر قدرت میره و حق ماندن پرزیدنتیت رو نداره و حتی یک مرتبه هم اشتباه نکنم اگر بود. و بعد از اون در سال 1999 این تغییرات را ایلاوه کردن و به امامعلی رحمانوف صلاحیتی بیشتری در همین سرقانون اساسی دادن. اگر ما نظر کنیم تغییراتی که در سال 1999 انجام دادن، این نقش وسیع پرزیدنت در نظام دولتداری بود. چرا باید نقش پرزیدنت در نظام دولتداری زیادتر باشد؟ اگرچه اون زمان ادعاها میکردن که بسیار حزبی اساس است که ما امروز در تاجیکستان حزب‌های گوناگون داریم، باید به رسمیت بشناسیم و باید دیگر گوناگون حزبی در شاخه باشد، ولی اصل هدف تغییر و ایلاوه ها صلاحیت بخشیدن به امامعلی بود. یعنی از پارلمان و از قانونگذار و از دیگر شاخه ها گرفتن حاکمیت و دادن به دست یک شخص. وقتی که امامعلی رحمانوف دید که این ملت را میشود از این طریق فریب داد و قانون اساسی را صلاحیت را به خود بیشتر کرد و در سال 2003 بالاخره چیکار کرد؟ تغییر داد که یک از 5 ساله تا 7 ساله تغییر بیاورد پرزیدنتی و 2 مرتبه یک نفر امکانیت پیدا کند که پرزیدنتی به دست بگیرد و خود امامعلی رحمانوف 2 مرتبه دیگه همین حق داشت که در پرزیدنتی اشتراک کند و همین طور هم شد. 2 مرتبه دیگه و دیگه بالاخره به دست آورد که میتوانست پرزیدنت شود. یعنی بخشیدن سرقانون قانون اساسی در اول صلاحیت دادن و دین باره بخشیدن به امامعلی رحمانوف، یعنی شخصیت امامعلی رحمانوف را همچون صاحب تاجیکستان گردانیدن در قانون اساسی. اینا ما میتونیم قانون اساسی بگیم وقتی یک شخص علاقه خودش قانون اساسی است در تاجیکستان. و تغییرات دیگری که در سال 2016 وارد کردن که این کاملا تجاوز گردانیدنی بود، آن بود در سال 2016 کاملا برداشتن تمام محدودیت هایی که امامعلی رحمانوف مثلا در اوجا دارد. مثلا برداشتن یگان کس حقی ندارد که دخالت کنه در مال ملکی او، دزدی میکنه، غری میکنه، خانواده‌اش گیجه میبره، حق نداره بگو که امامعلی رحمانوف چرا از شما گرفتی، همین حق ای دست میتی. دوم حقی که اصلا هر قدری که فورش میتونه چکار کند در قانون اساسی باشد و میتونن مثلا انتخابات اشتراک کنند، هر کار دیگه بکند، پیشوای ملت باشد، نمیفهم پیشوای بسمدان باشد. تغییرات سیوم وارد کردن از سین
35 به 30 خم فراوردن سین سال پرزیدنتی بود که اون زمان رستم جوان بود و به خاطر به آوردن او به سر قدرت کار کردن. یعنی بخشیدن سرقانون به خانواده رحمان فلک در نقطه سوم. اول صلاحیت دادن، وقتی که یک خانواده غلامزاده دیگه صلاحیت داره قانون اساسی را تغییر داد به خودش تعلق کرد، وقتی که دید که نه این مردم می شود همین گونه استفاده کرد، بعداً برگشت صلاحیت کاملا داد به سر خانواده‌اش. امروز قانون اساسی در دست خانواده اومدی رحمانوف است دیگه. رحمانوف هر کاری میخواهد انجام میدهد، میخواهد یک کس میکشد، میخواهد یک چیز میدزد، میخواهد بودجه کشور میبردارد، میخواهد برق به یک کس میفروشد، میفرد امروز طالب قبول میکنه، میفرد فردا مثلا داعش قبول میکنه، میفرد فردا من نمیفهم یگون کشوری هر کاری که میخواهد قبول میکنه، یگون نفر یگون کاری کرده نمیتوند. مثلا 1000 نفر به بهانه لایک بور زندان که 1700 نفر اشخاص معلوم در زندان است به خاطر لایک و فوریدش گفت نه اشتباه بود برداشتش. 1700 نفر جوابگوش که هیچ کس با جرم چی؟ چون به گروه های افراطی تروریستی لایک گذاشتن. خب طالبا در داخل تاجیکستان همین هفته گذشته در نشست کس 1000 که برای برق است، ترانزیتی برق است، با گروه طالبان نشسته در سطح دولتداری نشست داشت. خب طالب در داخل وطن ایتر که در طبق اساس قانون تو ممنوع است شش چای می نوشه در سر یک میز بوته، ولی هموطن خودت که یک لایک در گوجه شاید اشتباهی گذاشته برده 1700 نفر را زندان کرد. پس میشوه ما با چنین یک قانون های اعتماد باوری کنیم. ما وقتی که در حرکت سیاسی گروه 24 در سال 2016 اعتراض کردیم، نوارهای زیاد کردیم، ولی نوارها در سامانه گروه 24 هستند. خیلی نوارهای زیاد و معترضانه کردیم و منم در اون جمله نواری تحت شماره 3 از من از درمون دوران میشه این نوار اولم در اینترنت پیدا کرد، ما را تجاوز دونستیم و رد کردیم که این نباید صورت بگیره. وقتی این کار ما پیش از یعنی یک ماه پیش از این ایلوه و تغییرات ها این کار کردیم، ولی اینا تغییرات ایلوه کردند و ما یک بیانیه نوشتیم که دیگر قانون اساسی را ما قبول نداریم. همین قانون اساسی که نوست قبول نداریم. قانون اساسی همون سالی کهنه 1000 یعنی 2003 بله نه 94 چون گروه 24 خودش که 12 تشکیل شده است، از این اساس ما 2003 را قبول کردیم. ولی به علاوه همه همین من همچون شخص من 1994 را قبول دارم، نه این تغییرات جدیدی رو که بعداً شامل کردن. ولی به هر حال ما این قانون اساسی را همچون یک سند قانونی دیگر قبول نداریم. ما اون سرقانون را قبول داریم که در گذشته موجود بود. سرقانونی که عین حال در تاجیکستان موجود است، این یک سرقانونی متجاوز شده، سرقانون تغییر شده و ساخته شده زیر ساختار یک خانواده. یعنی یک اولاد هر کاری بخواهد این سرقانونی اونهاست دیگه. این سرقانونی ملت نیست، این قانون اساسی دولتداری مون نیست و شکل دولتداری مون نیست. وگرنه در سال بله من همین 3 minute نماز میخونم میام. باشه مرحمت کرد. اینجا یک کس خیلی ها من صحبت میکنم، میتونی بیا بعد من خارج میشم. تمام نه اینجا در واتساپ یک کسی که زنگ زدگی خیلی شما هیله کنی. خب دوستان گرامی و هموطنان عزیز، تا زمانی که عبدالخلیل به برنامه برمیگردن من چند نکته ای رو اینجا ذکر میکنم. شما هم طوری که میدونید سرقانون جمهوری تاجیکستان در سال 1994 بر راه رأی پرسی عمومی خلقی تأسیس شد و بر اساس اون تاجیکستان همچون یک دولت حقوق بنیاد دموکراسی قبول کرده شد و ما از اون سال طبق اساس قانون اساسی یا اینکه کنستیتوسیون که امروز در تاجیکستان رو نام میگذارن زندگی میکنیم و طرز شکل دولتداری خود رو از اونجا میگیریم. و شکل دولتداری تاجیکستان به 3 شاخه تغییر داد، تعیین کرده شد: شاخه سودی، قانونگذار و اجراییه. اگر بچه‌ها که ندونن شاخه سودی، قانونگذار و اجراییه چی است، من به زبان ساده به شما میفهمونم. قانونگذار معنیش کسی است که قانون قبول میکنه، یعنی پارلمان یک قانونگذار کشور به شما رو میرود و شاخه اصلی حاکمیت هم در عموم قانونگذار است. یعنی پارلمان کشور یک نهاد مهمی ساختار مستقل حاکمیت است. اگر امروزه نظر کنیم پارلمان متاسفانه زیر یک حاکمیت است، ولی اگر که
حکومت دستی مردم باشد. پارلمان یک شاخه مهمی حاکمیتی است که او قانون ها را قبول میکند و بر علاوه قبول قانون اون قانون رو نظارت میکند. یعنی پارلمان کارش چی است؟ چرا ما با پارلمان پول میتیم، وکیلا و دپوتاتا دا پول میتیم بیکار معاش میتیم، نمیفهم 60 70 نفر بیکار نشستن غذا میخورن، یگان کار ندارن. یعنی پارلمان یگانه کاری که میکند این کارش پیشنهاد حل فصل بس کردن تمام قانون ها در داخل وطن ما و قبول کردن آن برای نظم در آوردن. وقتی که قانون پارلمان قبول کرد او را چیکار میکند؟ نظارت میکند که دیگر شاخه حاکمیت یعنی اجراییه، حکومت در اساس سرقانون ما اجراییه شمرده می شود. اجراییه باید قانونگذار را چیکار کند؟ گوش بکند. وقتی که قانونگذار آمد دید که این قانون به پارلمان قبول کرده است و قانون کار نمی کند، باید حکومت را مجبور بسازد که اون قانون عملی شود و در صورت عملی نشدن همون قانون میتواند حکومت را به استعفا روان کند. یعنی تو اون درجه را پارلمان قوی است که میتواند یک حکومت را کاملا پرزیدنت این امالی رحمانوف با بچهش با هر اولادش بگه کاملا شما استعفا بروید. یعنی تو این درجه را چیکار داره؟ حق مستقلیت داره پارلمانی ما. ولی پارلمان امروزه متاسفانه برگرفته از خانواده رحمانوف، یعنی مطابق ساخته به اون چیزی که امالی رحمانوف است، حقی چنین ندارد. چرا در سال 1999 صلاحیت پرزیدنت بیشتر کرده شد؟ چون صلاحیت پارلمان کم کرده شود و بالاخره در آخر اومدن به اینجا رسیدن. شاخه سوم این شاخه سودی یعنی دادگاه است. حالا در تاجیکستان شاخه سودیش میگن به خاطر که سود گر کلمه روسی گرفته شده است و تاجیکستان که امروز زیر حمایه روسیه است و زیاد کلمه روسیه به کار میبرد. ولی در زبان خودی ما قاضیات میگیم، یا که اگر که اشتباه نکنم ما قاضیات میگیم، قاضی، و یا که دادگاه. در زبان عینی حال دادگاه میگن ولی ما در عموم قاضی میگفتیم. و یا اینکه قاضیات کسی که مستقلانه حکم میبرد. یعنی اگر پرزیدنت امروز جنایت کرد، یک شهروند چیکار کرد؟ شکایت کرد از پرزیدنت، شاخه سودی یا که قاضیات حق دارد که اگر که شکایت او اساسناک کرده شود همین پرزیدنت زندان کرده شود، هر کسی دیگری زندان کرده شود و این صلاحیت را دارد. ولی بر اساس قانون‌های جدیدی که صلاحیتی پارلمان بیشتر از برگردانیده شد و پرزیدنت داده شد، امروز سود یعنی دادگاه از جانب امامعلی رحمانوف تعیین کرده می شود. یعنی شاخه سودی را مستقلیتش را از قانون اساسی ما برگرفتن. در قانون اساسی ما 3 شاخه را جداگانه میگویند، یعنی شاخه قانونگذار، اجراییه، سودی با هم مستقلن. اما وقتی که ما برمیگردیم به حکومت نظر میکنیم، نه پارلمان این حال مستقلیتش مونده است، نه شاخه سودی مستقلیتش مونده است، حتی همین حکومت هم مطابق یک خانواده شدگی است که حکومت دیگر یگان شاخه داخل این حکومت اجرای عمل نمی کند، فقط در اجرای یک خانواده. برای همین وقتی که ما به قانون اعتماد و باوری داریم، باید نظر بکنیم که قانون از کجا سرچشمه میگیره و چگونه او قانون مطابق کرده می شود و عملی گردانیده می شود در جامعه. و چرا امروز قانون ها در تاجیکستان کار نمی کنند؟ چرا امروز وقتی که ما شکایت میکنیم، دادگاه شکایت ما را دیده به نفع حکومت حل میکند؟ هر چیزی که دادرس بگوید همون کار انجام میدهد، هر چیزی که پروکرور بگوید همون کار انجام میدهد. هیچ وقت طرف عدالت را نمیگیرد. پس وقتی که ما نظر نمی کنیم، نظارت نمی کنیم، اهمیت نمیدیم، شاخه تا اینجا میان میرسد. چرا مثلا امریکا سرقانونش را تغییر نمیدهد؟ چرا تغییر و علاوه ها وارد نمی کند؟
چرا بریتانیای کبیر و دهها کشورهای دیگر که قانونهای دقیق معین دارند این تغییرات را وارد نمیکنند؟ اساس تغییرات وارد کردن آنها در چیست و چرا نمیکنند؟ چی آنها کمتر از ما میفهمند؟ امروز امریکا جهان را اداره میکند، اقتصاد اول جهان است، صنعتش در تمام جهان امروز پیشرفت کرده است. دهها برنامه و نرم افزاری که امروز استفاده میکنید از امریکایی هاست. ولی چرا اونها 100 ساله هاش سرقانونشون تغییر نمیتین؟ چی اونها از ما کمتر میدونن؟ چرا هر زمان پرزیدنت شونه تغییر میتین و دادگاه حق داره، یعنی سود حق داره رای پرزیدنت رو باطل بگردونه؟ دونالد ترامپ به همین نزدیکی یک قانون قبول کرد که تمام رسانه‌هایی که در خارج کار میکنن از جمله رادیوی آزادی تاجیکی و اینها را کاملا محدود گردانید. ولی دادگاه قرار پرزیدنت رو باطل کرد. وقتی که شاخه حاکمیت مستقلیتش از بین می رود، ما به اینجا می رسیم. قانون اساسی وقتی کار نمیکند ما به اینجا می رسیم. چون ما فکر نمیکنیم، اندیشه نمیکنیم. مردم امریکا اندیشه میکنن، نمیگذارن که یک پرزیدنت اومد هر کاری را که بخواهد بکند، هر تغییراتی را که بخواهد انجام بدهد. ولی ما متاسفانه تا امروز درس نگرفتیم، عبرت نآموختیم. برای همین باید ما و شما در فکر آن باشیم که چگونه ما میتوانیم سر راه هر یک مقصدی که میآید برای ذلت بخشیدن ملت است سر راه او را بگیریم. اگر میبینیم که امروز سود یک حکم برآورد که یک روزنامه‌نگار بیچاره، یک کمبغل بیچاره را به خاطر یک پولدار، به خاطر یک حکومتدار بر زندان کرد، باید بخزیم دیگه، باید نگذاریم. همین ایشان نورالدین جان بسیار یک حرف قشنگ زده است در پیش شاگرداش. گفتنش که چرا تو اینقدر آدم در پشتت هست، در همین مسجد میان نماز میخوانه، چرا تو رفتی به مثلا تسلیم شدی و همین مسجد سپاریدی؟ او گفته است که وقتی که من به سود دعوت کردن، غیر از اولادم یگان نفر به همون روز سود به روز همون دادگاه نزد دادگاه نآمد. مسجد نماز آمدن اینجا هستن، اگر این همین حوزی مرا برن زندان کنن یا که من همینجا حوزه بخیزم برم نزد خونه پرزیدنت، یک نفر همینا نمی آین. من در روز دادگاهی من یک نفر همینا نرفته بدن، من چگونه اعتماد باوری کنم؟ بله برادر عزیز، اینجا واقعا هم خیلی درسته که مردم ما دارن سنگ میزنن، یا که حاجی میرزا را نمیدونم، یا که ایشون نوردین، یا که یگان نفرها را، همون نفرها دبرشون نبدیم. اگر دبرشون میبدیم به این وضعیت ما گرفتار نمیشیدن. وقتی که آدم قطیش نیستیم، خواهش میکنیم که مردم باید سنگ نزنیم به همون انسان ها که اونا نتونستن ایخی کرده و نتونستن، باید من تا یگان کار بکنیم. وقتی که ویا نتونستن به نظر من خودت، باید من تا با بخیزم و اونو بهتر بکنیم. این خیلی خوب میشه. این خیلی نه که برایم بعد بگیمش که فلانیش گنده، این به فکر من که درست نیست. تشکر زیاد برادر عزیز. زنده و سلامت باشید، زنده و سلامت باشید. دیگر دیگه بچه‌ها رفته صحبت کنن، اذیت نکنیم، چون دیگر ما شاید زیادتر سخت‌تر صحبت کنیم، بچه‌ها نفهمن، به همین خاطر دیگه بچه‌ها صحبت کنن و خورید شیم. تشکر از شما که وقت جدا کردین در روزی تغییر سرقانون بخش مستقیم کردین. این بسیار چیزی مهم است تا مردم ما حد امکان این روز را بدانند که یک روز متجاوز در تاریخ ملت یعنی ثبت شده است و این روز را باید فراموش نکنند که این روزی بود که امام علی رحمانو یک ننگ را بروی ملت ما جاری کرد و باید این روز باشد که ملت تاجیک بر بخیزد و این ننگ را از سر خودش بردارد. چون این روزها را باید ما یاد داشته باشیم. ما باید فراموش نکنیم که امروز روزی ذلت مردم تاجیک است. امروز روزی زنجیر بستن در گوشا و در گردن مردم تاجیک است.
یعنی غلام گردیدن مردم است. ما غلام امروز یک خونه داشتیم. مثلا یک نفر بگو که امروز جسارت میکند میاد در پیش امام رحمانوف یا فرزند امام رحمانوف یا نواسه و نویره امام رحمانوف یا حرف زده میتوند. پس این غلامی نیست. چیست؟ امروز ملت تاجیک دستش پیش بر همین گونه در پیش نویره و عویره امام رحمانوف چور زانو میزنند. ما همه توی پسر امام رحمانوف را که در سطح وزیر پیش رحمانوف سجده کردن فراموش نکردیم. اینا در سطح خدا میشمارن امام رحمانوف. وقتی که در نزد کامیرا در نزد مردم میای سجده میکنی پیش شخص، این معنی چی را دارد؟ معنی دادن خدایی به همون شخص نیست؟ بله. پس باید مردم این ذلت رو بداند، این روزها رو بداند که این روزهایی است که ما رو این مهری ذلت رو زدن. باید بربخیزیم این غلاما را، این غلام صفتا را که در سر قدرتن از ببریم. زنده و سلامت باشه. من خارج میشم دیگر. تشکر زیاد. زنده باشه. خب برادران گرامی قدر چی گفتنیم؟ خب زنگ تلفنی بود، واتساپ اگر همجا باشه بفرما. خب واتساپ نیست. ای برادر دیگری یه بار دیگه بیا که. سلام علیکم. علیکم سلام برادر جان. امی اکای عبیدالله در اومد. خیلی خرسند شدیم. گپای خوب میزنه برادر. سخنوی خیلی خوب میزنه که مردم یا خیلی مردمی که یا خیلی انسانوی که خوای میخیزه کمتر خیلی اشور میشوده. این امام علی من چی گفتنیم؟ امام علی سرقانون ده همه جوش تجاوز کرده ای لعنتی. بعد مردم چی؟ مردم مرخ کرده پرت افته. از همون دوره ای که در سری قدرت اومد میده 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 با هر راه و تهمت زندانی کرده مردم نفهمید. بعد روشت کشتن سر کرد. این لعنتیه برادر عزیز من، تنها مردم باید جمع شوه دیگه بس است. با هر راه و وسیله میخواه که مردم ترسونه زندانی کنه. مردم دیگر خودش میدونه که امام علی زیدی همو مردم های میدونه. مردم همه چه باشه درک کردگی پروستا مردم خکف کرده ترسو شدگیان مردم. برای اوه جمع شدن من در کره تنها جمع شدن. یگان آدم جمع شدیسته برادر یا هم کرکن ولی هم خوبن. نه شکره خیلی شکره که نه دارن مردم. منم همیشه میخواهم که مردمی که میخواهن یگان کار بکنن، یگان نیت انقلاب یگان کار دارن، داشته گپ نزنن در بگیم که استودیو بیایی پسی پرده در واتساپ زنگ میزنیم سریع مسئله میاییم انشالله که نقشه ها هستن، آدم ها دارن اونجا جمع شده سوزیان کار میشوه انشالله. به همین خاطر زیغ نیستیم ما انشالله که آدم ها شده سودیان نکی کمن. به هر صورت ما میخوایم که مردم زیاد باشن. نگاه بکنه که رحمانوف داره بگیم که بازم مردمی خطلان یا که مردمی شریف کولا و بازم تهمت میزنه که بگیم که به مخالفین سوم گذروندن، چیکار کردن، دارن یک بار 9 کس گفتن با اینا امروز با 15 نفر دیگه داره دیگه رحمانوف زندان تام میکنه. برادر الماس روز نزشتو رفته زندان شدن درده. باور بکنید من اگر یگان جنایت بکنم بران زندانم بکنن یگان مشکلی نیست، برای که بگم که جنایت کردن در گناه کردگی زندانم کردیم. وقتی تو یگان کار نکرده است میبرن زندانت میکنن، هم خودت خطا میخری همون زندان ده میمری میره. باور بکنید باید ما یگان کار بکنیم. اگر نکنیم نه ده کسی که میبره قطعا صحبت میکنه میبرن رحمانوف زندانشون میکنه و خلاص. با ما تا 2 نفر دیگه بیدار میکنیم که 10 سال دیگه میگذره. به همین خاطر زنگ زنه در واتساپ صحبت میکنیم سر یک مسئله میگیم. این برنامه همیشه سلام علیکم تمام.
واتساپ دا زنگ زنید انشالله سر یه مسئله میگیم. ما یک کانال کشودگیم در اونجا دوران مردم صحبت میکنن. انشالله که بچهای به ایمان به توفیق انشالله که بیایه صحبت بکنیم، ما تبوید میکنیم بگیم که اونجا 24 ساعت مردم دوران صحبت میکنن. و همین خاطر به طرف نباشه و ما بپیونده بیایم یک کاری بکنیم که تیزتر بگیم که همین امامعلی رحمانوف اثر قدرت برو. خب برادر ایگری بفرمو. برادر الماس این امامعلی مثال 9 کسا گفتی چند کسا طرف خاطرون سوسو ای با این کاری که کرده است امامعلی در من گفتنیم تو لعنتی امامعلی اینا تو میگی که برنامه ده حقارت نکنی اینا باید حقارت کنی لعنتی. این لعنتی به گپ خوب نیست. این لعنتی امامعلی تو به این کاری که کرده است سر تمه خیری مردم روز تا روز به روز تو بیدار کردی با این کاری که تو کردی همو حکومتیات همو کورکنوی ارگانت ای لسکوی لعنتیو این کاری که شما کردین شما جواب میگین با کنتون جواب میگین. اینا فراموش نکنین. مردم کسانی که میقپه شما اوجه دیگه شما زندان میکنه قرپانین اونشا برا چند جان داره نمو میلیفه که میقپون میگه کو زنن جاون شکنین پارتوین پدان لعنتا گرین سنیاک کرا پارتوین لعنتیا لیش نمان درون اگر من با همین لیش نه یک میلی چوف که آنشا برا کو پدان لعنت کدوم میلیفتی کدوم عملیاتی پدان لعنت جان تا میگیرم لعنتی. بعد همین امامعلی لعنتیا مثال همین اگر مثال 9 میلیون مردم کشتگی ای همین اگر کسی کشه کسی کشه اگر وای قصاص به قصاص میشه و گناهگار نمیشه که همین خلاص است. نه برادر عزیز رحمانوف چی میکشه؟ رحمانوف نکشه برادر عزیز. رحمانوف کشتن رحمانوف یگان منفعت برای دولت یا ملت نمیشه نه برای زلال. رحمانوف باید این گوهره که چشم نگاه کرد. رحمانوف باید ظلمش باید ما نکنیم که باید بفهمه که مردمی تاجیک چه دولتداری میکردن. اینو نامردن. اخی در عدل میافتی تر نمیدونم در عدل میافتی ولی تر زندان نبردن. اخی پراست میارن گمانبر گفته میارن بار که میشکنند. یک آدمی ساز میدره میگن که بعد ای بالا یا غلطید مرد یا که یگان کار کرد. آدمی ساز میاد آدم دیوانه میبره و میمره. اینو آدم نموده میزنن که هم خیلی بیرحمن. ما باید دست خوش نکنیم بسر یک انسان باید خیلی کارها باید ما نکنیم برادر عزیز. باید کاری کنیم که اینو کیف کنن. برادر واقعا هم اینو میتونستن که یک کار بکنن. من چی گفتنیم برادر همی کسانی که میقپه هم میدونه که اوجه همون میگیره زندان میکنه 30 سال یا زده میکشه آنش آره میگیری کلاپوس میشه پیکتش لعنتیوه میگیری همون کدام همون ملیسه چی میگیره زندانی کرده میگیری جونش میگیری اختیام جونش میگیری میمرن ایبای امره لعنتیوه اونه یه برای حرامو ای بسیاری بعد گذروندن کو مردم مرغ شده نگردین اوخی دیگه خیزن اوخی مردم مرغ نشوین اکای الماس کاروچی جمع کن آدم تا جمع کن اینجا پتکلوچت کن اگر آدم در درون باشه اینا من میپرتم میرم آنش آورم میرم فهمیدستی آدم در درون نفته کپوی من باشه من میخزم نر باری خیزه تو مردنش جنگ کنه من میخزم زیدی لعنتی جنگ میکنم همین جانم برای مردم تمام همین وطنم اوضاع چوه تمام مانده من هدفی من هموطنم اوضاع چوه هدفی من ایجا من خود پره میدونی که چی من هم میتونم که من پره میدونی که من چیم من کدید گپ زدم من هم میتونم که اوزی من پرابلمو کارو بد کنم چی ما کور کنم گوش ما کار کنم زندگی کار کیف صفو کار گردم منم این چیزا منم میخوام زندگی خوب داشته باشم نیکیم دلم برای هموطنم میسوزه برادر دلم برای وطنم میسوزه من اوخی بیناموس نیستم اکای الماس بیناموس نیستم وجودم درد میکنه جانم درد میکنه میخوام وطنم هموطنم آزاد باشه میخوام که یک نفسی خوب یک نفسی آزاد کشه هموطنم زندگی خوب داشته باشن در پیش پدر و مادرشون باشن در پیش برادرشون باشن
дар пеши зану кӯдакшон бошанд. охи бародар, ман ҳеҷ чизе мехоҳам бародар. ин намедонам мардум иқадар талхкаф шудагиай. Короче ҷамъ кардан гирен, ин айдурун шуд, мана подключат кун, нарафтаги ман бародар. ман яду шер хонум барои номардо хай эҷодиёти худам нестаю, баъд хайрхуш мекунем, хай ба одамой қабул кун. фармо бифармо ки ҷа 2-3 нафар дига омад ростиш. майлиш ичко намекунам, меистан бояд гап занан, охи сабр кунам. рафоқат қиссаи талх аст ки аз номаш гурезонам, ба номардон макун мардӣ ки ман кардам пушаймонам. сарнавишт ба ҳама ки чизе навишт, сари мо ки расид қалам афтоду дигар нанавишт. ин аҷоиб айда. як хати тирнамо кашиду гуфт шумо бошен асири сарнавишт. ҳамин одам ки ғуломия қабул кард асир мешава, мегарда. анакнун як 10 мисра 12 мисра шеърай зиёдтарай мумкин мехонуму баъд ҳамин кати тамом. куҷо шуд шеър? дар масири худ ҳазорон печу хам дорам рафиқ, дардҳои талх аммо тоза дам дорам рафиқ. дӯстони бевафо бисёр аммо дар иваз, душманони бовафо ҳамқасам дорам рафиқ. душманони бовафою ҳамқасам дорам рафиқ. қасам мехӯрану рафиқӣ мекунанд дурӯғакӣ. бо ҳама номеҳрабонҳо меҳрабонӣ мекунам, чунки дар қалбам худои муҳтарам дорам рафиқ. ман барои беҳтарину бадтарин бадхоҳи хеш, орзуҳои аҷибе дар сарам дорам рафиқ. шайтанатҳои мани эй девонаро ҷиддӣ нагир, пушти ин лабхандҳо 30 сол ғам дорам рафиқ. лобалои захмҳои кӯна захматро бизан, ҷо барои захмҳои тоза кам дорам рафиқ. рафиқу инсонои рафиқ ёфтан қинай, инсонои хубу дар раҳуш содиқ ёфтан қинай. бародари алмаз, барои аввай ҳаматарафа эҳтиёт, ҳушёр, зирак шудан дар корай бародар. ман қасам ба азаматии худо ки ман тарафдори худат ҳастам бародар. худ мана бародари худат ҳис кун. чхеле ки он бародару турма шудай, ман тайёрам ки дар қабати он бародар равм зиндонӣ шавам барои ҳамватанон. он касоне ки маро гӯш доранд, он касоне ки маро гӯш доранд ва дар ин суханҳое ки ман мегӯм механданду мисол масхарабозӣ мекунанд. касоне ки мана мешиносанд фикр мекунанд фикрҳои хом доранд. ман мехоҳам ки шумо бародаро, шумо касоне ки маро медонед, ман мехоҳам ки шумо озод бошен, зиндагии хуб дошта бошен, дар пеши падару модари худ бошен, дар пеши зану фарзанди худ бошен, озод бошен, дар ватани худ бошен, на ин ки ғарибу дарбадар. парвардигор ҳамватанои мана озод кина. парвардигор ин эмомалӣ даҷҷоли модар ба хато рафтая шикастия. парвардигор бо орзуҳои худ мо расем бародар алмаз. иншоалло шикасти ин эмомалӣ наздик аст. ташаккур бародари азиз. инҷа дар чанд нафари дига аст, ҳаминам қабул бикунем ки қабул кунен одамоя. худо нигаҳдортон боша бародар алмаз. салому алайкум. алайкум. хоб гого микрофон задагия. али салому алайкум. али бифармо. салому алайкум. وعلیکم سلام. آواز ما هست؟ بله. استاد خوبه دکتر؟ سلامتون خوب؟ تشکر. بله بفرمایید. آواز ما رفته سکه عبدالعلی؟
بله بله. چی؟ گپ درباره چی رفته صبح؟ برادر عزیز آیا شما از سرقانون تاجیکستان راضی هستید یا که نه؟ امروز بگم که روز 22 مای سال 2016 آخرون دو رحمانوف یک بار بگم که تجاوز کرد سرقانون. شما طرفدار همین قانون رحمانوف هستید یا که نه؟ عموما نیستم، در خودش هم نیستم، در طرفدار همین قانونش هم نیستم، در یگان چیش نیستم. بر پدر اولاد همین خیلی هم هست بار که مردم راضی نیست. واقعا هم یک نفر پیدا نشید از طرف حکومت که بگم یک کم ترک رحمانوف تعریف بکنه. یک نفر در واتساپ اومد، نه نامش معلومه، نه روش، نه یگان چیش. خبر اومد گفت خیلی که دیگه ما که گفتیم قبول میکنیم چی رنگی باشه برای دفاع بکنیم. متاسفانه یک نفر ای 500 نفر که ما را امروز تماشا کرد، بگم یک نفر طرفدار رحمانوف برو اومد، بگم همون هم با چند فکرهای من راضی است که همین کارها غیر قانونی نبودیم. خب اجا نتیجه این کار معلوم میشد که رحمانوف طرفدار نداره. اگر رحمانوف طرفدار میداشت میبر اومدن اینجا باور که ما را در گپ میجقیدن میرفتن. باور بکنی. خب برادر عزیز بفرمایید آخر سخن بکنید. انشاءالله که بگیم برنامه 2 ساعت هم طولانی شد. خداحافظی میکنیم. این برادر کی برفته است منش ندارم. خب برادران گرامی قدر، دستاتون در نکنه برادرای عزیز، کسانی که ما را دستگیری کرده، کسانی که لایک مونده، برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، آبونه بشین در برنامه ما، بگیم که بیننده های ما زیاد بشوند. لایکاتون رو بگذارید برادرای عزیز. بگیم که در زیر نوار فکر نظرهاتون حتما بنویسید. بازی وقتی ایفی رای شما می اینا نمیمونن در برنامه. وقتی که برنامه تمام میشوه شما میتونید که یگان فکر نظرهاتون رو بنویسید برای سرقانون تاجیکستان. قبول داره یا که نداره اونجا فکر نظرهاتون. خواهش من همینه که 500 نفر هسته بگیم که بنویسید فکر نظرهاتون رو، به طرف نباشه. بگیم تا روز شنبه شما را به خدا میسپارم برادرای عزیز. انشاءالله که روز شنبه بگو انشاءالله که ما بگیم برنامه داریم، اصلا انشاءالله که صحبت میکنیم. تا برنامه های آینده خدا نگهبان. سلام علیکم.